درود بر شما. من مهشید رحیمیان هستم، سرود سرا و نویسنده. امروز میخوام که درباره کتاب فرار یه گفتگوی کوچکی داشته باشم و بخش از اونو براتون بخونم. کتاب فرار که داستان یک دختریه که توی خانواده بزرگ میشه که با اون خانواده هم باور و هم عقیده نیست. فرهنگ جداگونه‌ای داره نسبت به خانواده که توش بزرگ شده. این برای دلایلی این قصد فرار میکنه و همه ماجراهایی که توی این فرار کردن این دختر پیش میاد دست به دست هم دادن و کتاب فرار رو ساختن. کتاب فرار که در بنگاه نشر آوای بوف چاپ شده و امور فنی و انتشار آن توسط جناب قاسم قره‌داغی انجام شده. این کتاب کتابی ممنوع است و من حتی با بنگاه‌های دیگه هم سراغ گرفتم، ولی هیچ کس حاضر نیست که این کتاب رو چاپ بکنه، این گونه کتاب ها رو چاپ کنن و من واقعا چاپ کتاب هایم را مدیون این بنگاه نشر چاپ آوای بوف هستم. آوای بوف از آنجایی که این سازمان یک نهاد مردمیه و بدون اینکه به نهاد و سازمان دیگه‌ای وابسته باشه، به طور رایگان داره کتاب و کتابخوانی رو رایج میکنه و ترویج میده. اگر که با ما هم عقیده هستید و ذره احساس مسئولیت نسبت به این فرهنگ دارید، خواهش میکنم که در پخش این کلیپ ها با ما سهیم باشید و از آن با خانواده ها و دوستانتان گفتگو داشته باشید. سپاسگزارم. میریم برای شنیدن بخش اول کتاب فرار. این کتاب کتابیه که به دیروز امروز تعلق نداره. کتاب برمیگرده به سالها پیش، شاید 40 سال یا شاید 30 و اندی سال پیش که سانسور بود، جنایات بسیار انجام می شد و هیچ کس از آنها آگاهی نداشت و نشریات و روزنامه ها هم در سانسور و خفقان کامل فرو رفته بودن و این اگر جنایتی که به دست مزدوران رژیم به دست خود حکومت انجام می شد، نه سینه به سینه و زبان به زبان نقل می شد، هیچ کس جرأت گفتگوی از آن نداشت و حتی کسی باور نمی کرد که چنین جنایتی به دست سران حکومتی انجام شده. و امروزه خب ما نسبت به 2 سال پیشی که مردم آگاه بیدار شدن، جوانانمون بیدار شدن و خیزش بزرگی داشتن که میلیونی بود، ولی متاسفانه بدبختانه با حمایت دوستا و کسایی که رژیم به اونا پول میده، مزدوران خارجیش سرکوب شد، ولی این خیزش همچنان ادامه داره و ما خاکستری زیر آتش هستیم. هما دختر زیبا و روشنفکری است. او در خانواده سودجویی به دنیا آمده بود که به اقتضای شرایط روزگار حرکت می‌کردند و به هر سمتی که باد می‌وزید به همان سوی متمایل می‌شدند و اگر لازم می‌دیدند سر تسلیم و رضا و فرمان برداری نیز خم می‌نمودند. خانواده‌ای که اکنون همگی تا ما تحت و عمق مذهب و حکومتی که با این نام روی کار آمده بود پیش رفته بودند. هما تنها دختر این خانواده بنابر دلایلی خود را از هیچ نظر جزئی از آنها نمی‌دانست و نمی‌دید. پس بر همین اصل و اندیشه آنان هرچه بودند و می‌کردند او راهی برخلافشان پیش می‌گرفت و تا می‌توانست خویشتن را در دنیای خود غرق می‌کرد تا به بدبختی خود
و گذشته تلخی که بر او ساخته بودند نیندیشد، هرچند فراموش کردن آن برایش بسیار دشوار بود. او پس از کشته شدن ناگوار و تلخ مادرش به ناچار همراه با 2 برادر و پدرش زندگی می کرد. پدرش فردی معتاد و دائم الخمر بود که هرچه از او به یادش می آمد به جز بساط منقل و بافور و شراب و نوشیدن شمار و نوشیدن شراب و مستی و نشئگی چیز دیگری به یاد نمی آورد و حتی حس دستان نوازشگر پدرش را بر سر خود تجربه نکرده بود. تا حدودی با شخصیت هما آشنا شدیم و اکنون به معرفی دیگر اعضای خانواده‌اش می‌پردازیم. رسول، بزرگترین برادر هما نامش رسول بود. 2 برادر هما، اصغر و رسول، هر دو اصغر مذهبی هایی بودند که برای دین و به نام دین حاضر به انجام کثیف‌ترین و ناجوان مردانه ترین جنایات می شدند و با افتخار سر خود را هم بالا نگاه می داشتند. رسول، بزرگترین برادرش، مداح و نوحه خان بود که فقط از درد حسین تازی و اهل بیتش بر سر می زد و سینه چاک می داد. او به مسجد و منبر و تکیهگاه ها می رفت و چنان خود را پاک و منزه نشان می داد که هر کس که او را نمی شناخت گمان می کرد در پیشگاه معصومی دیگر از سلاله پاکان و فرشتگان حاضر شده، که البته این سلاله پاکان و فرشتگان در پرانتز حاضر شده و سینه می زده است. اما همان رسول چون در خفا می خزید، تنها فکر و ذکرش ارضای امیال شهوانیش بود. اگر روز از عالم غیب لشکری از مأموران دوزخی به خانه‌اش می‌ریختند، غیر ممکن بود که تریاک و مشروب‌های گران قیمتی چون ویسکی، برندی، ودکا و را در خانه‌اش نیابند و غیر ممکن بود که در همان جا مفسد و فی الارض شناخته نشود، شلاق نخورد و به زندان نیفتد. مفسدی که شاید هرگز همتایی برای او وجود نمی داشت و البته تنها مکان مناسب برای او چاهی از چاه‌های بیل و خوراکش از میوه زقوم می بود. شبی نبود که رسول پس از پایان نوحه خانی‌هایش با چند دختر چادری و سینه چاک اهل بیت و 14 معصوم به خانه نره و شب را با آنها سر نکنه و به صبح نرساند. دخترهایی که روزها پای منبرش بودند و شب هنگام راهی بسترش می شدند تا به فیض و ثواب برسند. در حقیقت اگر در هر کجای دنیا دختران برای هریسون فورد، مایکل جکسون، جانی دپ، جورج کلونی، لئوناردو دیکاپریو و سر و سینه چاک می دادند، در اینجا و در قصه ما زنان و دختران پامنبری برای مداح‌ها و نوحه‌خوان‌ها سر و دست می شکستند تا نیم نگاهی و سپس کامی از آن سینه چاکان اهل بیت بگیرند و از بهشت برای خود جایی بسازند. این گونه افراد و این گونه زنان و دختران به قدری در دین و مذهب و بهشت نادیده غرق و شناور شده و از آغاز کودکی از خدا و اصول دین و حسن و حسین و فاطمه زهرا به گوششان خوانده شده بود که غیر از آنها نمی‌دیدند و نه تنها چیزهای دیگر برایشان معنا و مفهومی نداشت، بلکه هر چیز به جز آن را در جمله کفر و شرک محسوب می داشتند. آنها کنیزهایی بودند که در هجوم وحشیانه و حیله‌گرانی دوم اعراب به عنوان غنیمت‌های جنگی در تملک و تصاحب اینان در آمده بودند. اعرابی که اکنون خود متمدن شده و زنده به گور کردن دختران را نادرست می‌پنداشتند، اما گونه دیگر از این اندیشه پست را به ما ارزانی داشتند که بر مبنای آن دختران و زنان خود را به جرم دوست داشتن شلاق می‌زنیم و سنگسار می‌کنیم. متجاوزین غرق در لهو و لعب که با ایرانی ها همانند اسیران جنگی رفتار می کردن و در گوشه می نشستن و به ریش ما که از تمدنی چند هزار ساله برخوردار بودیم می خندیدن.
تکرار تلخ قادسی دیگر در جریان بود، جریانی که با تمهیدات و دسیسه‌های دشمنان ایران و ایرانی اسلام و شیعه را در سرزمینمان برپا کرده و آن را به روش‌های گوناگون زنده نگاه داشته و در کنار آن دیوی به نام خمینی به همراه طرفدارانی با چراغ کور روشنفکری در آب نمک خوابانده بودند تا در زمانی مناسب با کمک آنها و به پشتوانه ملتی که خرد و اندیششان با مذهب و به ویژه شیعه ربوده و در هم تنیده شده بود بدترین ها را بر این آب و خاک روا دارند. رسول دل دزدی بود که برای هر شب نوحی خوانی میلیون ها تومان پول می گرفت و پیش از هر منبری توسط میزبان و با منقل و وافور پذیرایی می شد تا به قول خودش در رسای حسین و محرم و عاشورا و کربلا سخت بخواند و اشکها سرازیر سازد. او میخواند و در دل بریش عزاداران حسینی و پامنبری هایش میخندید و فحش زن و خواهر و مادر بود که نثارشان میکرد. تمسخر و دشنامهای او به آن نیز بسنده نمیشد که هر هفته با مداحان دیگر دور هم جمع شده و کمدی تئاتر و نمایشنامه از کارهای اخیر خود را اجرا می کردند و امت و همان حسن و حسینی را مورد استهزا و ریشخند قرار می دادند که در بازار ریا و دورنگی خیش گریه می فروختند و در قبال آن میلیون میلیون پول می ساختند. این دو برادر کثافتکاری های خود را چنان رفو می کردن و پوشش می دادن که نه تنها به عقل جن هم نمی رسید بلکه خدا هم نمی توانست چنان اوضاعی را سر و سامان بخشد و درست جلوه دهد. ناگفته نماند که این فاسد اهل بیت از تنها کسی که می ترسید برادرش اصغر بود و بس. چون با شخصیت رسول آشنا شدیم و قراره که با شخصیت اصغر هم آشنا بشیم، ولی پیش از اینکه با شخصیت اصغر آشنا بشیم با شخصیت خدیجه همسر اصغر آشنا خواهیم شد و اینکه چه بلاهایی در زمان کودکی به سرش می اومد. خدیجه اصغر برادر دیگر هما نیز در سپاه برای خود پست و مقامی دست و پا و با خدیجه دختری از یکی از آیت الله های یک شبه سرشناس حکومتی ازدواج کرده و اکنون به پاس این وصلت عنوان سرداری سپاه را برای خود به دست آورده بود و مقام و موقعیتی به هم زده بود. اصغر به همسرش هیچ علاقه نداشت و صرفاً و فقط برای اینکه پله‌های ترقی مزورانه خود را سریعاً و چند تا یکی بپیماید با او پیمان زناشویی بسته بود. هر زمانی که ناخواسته به اصرار خدیجه با او هم بستر میشد با بی احساسی و بی مهری تمام کارش را به انجام می رساند. اگرچه گاهی نیز به اقتضای هدفی که در ذهن داشت زبان به قربان صدقه وی می گشود، ولی در دل از او نفرت داشت و دشنام و ناسزا نثارش می کرد. از آنجایی که سرشتی چندگانه داشت و دارای شخصیت‌های چند قطبی بود به آسانی می توانست در رختخواب و هنگام هماغوشی با زنش نقش بازی کند. تا جایی که خدیجه که هرگز با شخص دیگری بدان صورت هماغوشی نداشته بود خود را در آسمان هفتم ببیند. خدیجه دختری که در مکتب قرآن و روضه بزرگ شده بود هرگز به مدرسه نرفته بود، چون خانواده او همگی دم از دین و محرم و نامحرم می زدن و مدرسه رفتن را برای او گناهی بزرگ می دانستن و بر این باور بودند که کتاب و محیط مدرسه و دروسی که در آن آموخته می شود چشم و گوش دختر را باز می کند. بنابراین تفکر او را نزد عمویش شیخ حیدر برای آموزش قرآن فرستادند. شیخ حیدر ملایی بود که خود روایتی دیگر داشت. خدیجه از زمان کودکی پیش عمویش آموختن قرآن را آغاز کرد. او از زمانی که پستانهایش نوک زده بود بدون اینکه از آنچه بر سرش می آمد آگاهی داشته باشد در ابتدا با اکراه و سپس از هنگامی که لذتی ناشایست را حس کرده بود با اشتیاق بازیچه هوس‌های عمو حیدر قرار گرفته بود. از این رو
از این رو خدیجه که تازه پا به آنچه سن بلوغ میگویند گذاشته بود، برای رفتن به منزل عمویش لحظه شماری میکرد. چنان که پدر و مادری که از باطن جریانات غیر انسانی و از پشت پرده ننگین آگاه نبودند، برای داشتن چنین دختری و تربیتش به خود میبالیدند. او که از رابطه جنسی و اینکه فراتر از دستمالی شدن و مالیدن آلت عمویش بر روی پستانها و پایین تنه از چیز دیگری ندیده و نشنیده بود، به آن اندک نیز راضی و شادمان بود. اگرچه خدیجه هرگز از آنچه بر سرش میرفت به هیچ کس چیزی نمیگفت، ولی در جمع دوستان همسن و سال خود مواردی میشنید که حکایت از خوشی بیشتر داشت و او مانده بود که چرا بین او و عمویش چنین روایتی صورت نمیگیرد. با این اندیشه به نظر می رسید که بسیار تمایل داشت تا لمس‌های عمویش و عشق‌بازی‌های او فراتر از آن حدی برود که انجام می‌شد، تا بر اساس آنچه شنیده بود لذت بیشتری از آن ببرد. و البته به درستی هم نمی‌دانست که چه می‌تواند باشد و چه حظ و کیفی در بر خواهد داشت. به ویژه هنگامی که شورت و شلوارش را از پا در می آورد و آلت او را بر روی آلت زنانگیش قرار می داد و بر آن می مالید که به دنبالش لذتی خاص را در خود احساس می کرد. با رسیدن به دوران بلوغ و شنوده هایی که سخنی دیگر در خود داشتند، حس دیگری در درون خدیجه شعله‌ور شده بود و سرکشی و طغیان می نمود. حسی به سوی تمنایی بیشتر که خود هم دلیل آن را نمی‌دانست. چندی نگذشت که این موضوع شور و شوق بسیار را در او زنده و او را آماده درخواستی بیشتر کرده بود. پس بنابر دستیابی بدین تجربه لذت بخش، روزی از روزها که عمویش شیخ حیدر داشت آلتش را به پایین تنه خدیجه می‌مالید، با دست خود آلت دراز و کلفت عمویش را گرفت و در ابتدای زهدان خود قرار داد و از حیدر خواست با فشاری آن را داخل کند. حیدر که شهوت سر و پایش را در بر گرفته و از خود بیخود شده بود، نشنید خدیجه چه میگوید. پس از او پرسید: اینجا من میبخشید، ولی خب چون که در اینجا بایستی به 2 واژه‌ای که نباید اشاره کنم و آنها را نوشتم در کتابم، خیلی پوزش میخوام از شما به خاطر این 2 واژه، ولی خب بایستی بخونم. خب، عمو حیدر که شهوت سراپایش را در بر گرفته و از خود بیخود شده بود، نشنید خدیجه چه میگوید. پس از او پرسید: عمو به قربان کس و کون و پستانهای قنچه مانندت بره، بگو جان دلم چی گفتی؟ خدیجه با 1000 ناز و کرشمه در حالی که داشت آلت عمویش را با دست میمالید گفت: عمو جانم، چرا هرگز دخول نمی کنی؟ دوستان میگن لذتی که دخول داره شراب بهشتی نداره. و آنگاه بود که شیخ حیدر که گوی بشکه آب یخی بر روی سرش وارونه کرده باشند به خود آمد و در حالی که خود را کنار می‌کشید سیلی محکمی به صورت خدیجه زد و گفت: مگر ملاعین در وجودت رخنه کردی که چنین چیزی را می‌خواهی؟ و بنای فحش و دشنام را به خدیجه آغاز کرد. خدیجه که نمی‌دانست چه کرده و یا چه خواسته ناروایی داشته که چنین مورد خشم و غضب عمویش قرار گرفته بود، خود را با شرمی دخترانه عقب کشید و شلوار و شورتش را پوشید و فوراً آنجا را ترک کرد. او رفت، ولی هرگز ندانست که چرا عمویش او را از خود رانده است. در حقیقت این رفتار شیخ حیدر از روی زهد و تقوا نبود، چرا که با بسیار از دخترانی که به کلاس قرآنش می آمدن چنین کرده و دوشیزگیشان را نیز ربوده بود و پس از آن برای اینکه گندش در نیاید عذر آنها را خواسته بود. هنگامی هم که پدر و مادر شاگردان به او شکایت می بردن همه را انکار می کرد. بیچاره والدین می ماندند و دخترانی با بکارت و معصومیتی از دست رفته به دست ملایی که او را درست کردار و معتمد و امانتدار می دانستند. بدتر آن که دستشان هم از همه جا کوتاه بود و به هیچ دادرسی بند نبود.
گذشته از آن بیچاره ها برای حفظ آبروی خود و گمان بر این که فقط دختر آنها به آن مصیبت دچار شده است لب از گشودن راز فرو می‌بستند. به فرض محال هم اگر تمام این خانواده ها همرأی و مصمم به محکمه شکایت می‌بردند، کدام قاضی اتهامات وارده را بر آن ملای قرآن خوان باور می‌داشت؟ گذشته از در حکومت دینی که روزی آخوند رهبرش مفعولی بیشتر حمام منصوری مشهد نبوده است، چه کسی این آخوند ناپاک و گنهکار را به مجازات می‌رساند؟ او به پشتوانه چنان حکومتی با سرانی از ملایان که فقط سواد حوزوی داشتند به هر عملی از بی‌ناموسی و بی‌شرفی دست می‌زد و دلش قرص بود که به آسانی از همه آنها قصر در می‌رود. او فاسدتر از آن بود که خدیجه فکر می‌کرد. بارها شده بود که شیطان به او گفته بود: حیدر، تو که داری میمانی، پس چرا کام دل را تمام و کمال نمیگیری؟ مگر نمیدانی لذت از مهار بیشتر و بهتر است از دیگرانی که نسبت خونی با تو ندارند؟ گرچه این وسوسه بسیار فریبنده و نهایت آرزوی ملا حیدر بود، ولی همواره هزاران لعنت و نفرین به آن شیطان میفرستاد و با صلوات خود را از آن لعین دور میکرد. در حقیقت او دلش میخواست و از فکر آن قند توی دلش آب میشد و اگر خدیجه نسبتی آن هم چنین نزدیک با او نداشت، در یک چشم به هم زدنی و هزاران بار او را هم خوابه خود کرده بود. ولی از خشم و قدرت برادرش میترسید. او میدانست اگر برادرش از آنچه بر سر خدیجه آورده بود بویی ببرد، کوچکترین سزایش مرگ و تکه بزرگش گوشش بود. پس از آن عمو حیدر دیگر خدیجه را به حضور نپذیرفت و به برادر پیشنهاد کرد که خدیجه دیگه بزرگ شده و باید شوهر کنه. او چند روز پس از این ماجرا به خانه برادرش رفت و چنان قیافه روحانی و رفتار حق به جانبی به خود گرفته بود که همه اهل خانه مانند همیشه دور او گرد آمده و به سخنان او گوش فرا دادند و سراپا محو گفته های او شدند. در میان خطابه هایش دستی به ریش خود کشید و گفت: در رساله ها آمده است که دختری که سینه هایش بیرون زد اگر به خانه بخت نرود زمین و زمان او را نفرین می کنند. پس برای اینکه شیاطین را از خانه و پشت بام ها و سفره های خود دور کنید باید خدیجه را هرچه زودتر شوهر دهید. و چنینی شد که خدیجه به انتخاب پدر و مادر و به پیشنهاد عمو حیدر به خانه اصغر رفت که در این صورت دیگر مانعی برای ارضا شدن کامل خود نمیدید. رازی هم که میان او و عمویش وجود داشت برای همیشه در سینه‌اش به امانت سپرده و مدفون شده بود. او دیگر بدون هیچ ممنوعیت و محرومیتی میتوانست از هماغوشی با اصغر لذت برده و خود را در اختیار او بگذارد. حرص و آزی از شهوت که حیدر در وجود خدیجه بیدار کرده بود هرگز تمامی نداشت و اگر راهی داشت و میتوانست حتی برای فرو نشاندن آتش شهوت خود شعله های آن را بیرون از خانه نیز می‌افروخت. ولی همین قدر هم برایش بهتر و بیشتر از آن چیزی بود که عمویش در طی چند سال به او داده و تجربه کرده. اکنون در اینجا به ماهیت و معرفی اصغر میپردازیم. اصغر به هیچ زنی علاقه نداشت. در واقع میل جنسی او به سوی پسران و مردان بود. بیشتر اوقات به بهانه مأموریت در خانه دیگرش شب و روز را به سر میکرد. خانه‌ای که میتوان گفت حرمسرای از پسران زیباروی بود که روزها به عنوان نوکر راننده‌اش و شبها در بستر آغوشش به او خدمت میکرد. او یک بیمار روانی بود که خوی و سرشتی سادیسمی داشت و همانند همه بیماران سادیسمی برای کامگیری بایستی شکنجه میداد تا به ارضا برسد. او با اینکه بسیار میخواست اما هرگز در شکنجه ها به زندانیان تجاوز نمیکرد و در هنگام شکنجه
در کنجی می ایستاد و در حالی که از روی شلوار به آلت خود دست می مالید آن صحنه های غیر انسانی را تماشا می کرد و از ناله و زجه و التماس و فریادهایی که زندانی های بینوایش می کشیدند و دشنام ها و ناسزه های که شکنجهگران به زندانی ها می گفتند لذت می برد و خود را خیس و ارضا می کرد. او به جای متجاوز نیز وضو می گرفت و فقط به تماشا می ایستاد. اعتقاد به وضو داشتنش برای عمل کردن به فتوای برخی مجتهدین بود. از آن جمله مطابق فتوای مصباح یزدی که گفته بود تجاوز به دختران باکره در زندان شرعی است و به اندازه حج تمتع ثواب دارد و اینکه تجاوز به زنان و مردان زندانی نیز برای گرفتن اعتراف شرعی و بلا مانع است و همچنین به دنبال آن اضافه کرده بود احتیاط واجبان است که بازجو قبل از این کار وضو بگیرد و هنگام عمل ذکر بگوید. اگر زندانی زن است هم از فرج و هم از دخول اشکالی ندارد و بهتر است در محل بازجویی کس دیگری نباشد. اما اگر زندانی مرد است احتیاط واجبان است که دخول در حضور دیگر بازجویان صورت گیرد. اون زمانا مردم اینا رو میشنیدن و این حرامزاده های آخوند این فتواها را می نوشتن و صادر می کردن و هیچ کس هم گوشش بدهکار نبود که شاید این روزی این فتوا در مورد فرزند خودش انجام بگیره. اینقدر شیفته و آنقدر مسحور حکومت نسل‌کش جمهوری اسلامی بودن که اینها برایشان مورد و مهمی نبود. اصغر علاوه بر سادیسم جنسی از بیماری‌های روحی روانی گوناگونی نیز رنج می‌برد که خودش را همچون طاعون سیر ناپذیر در بر گرفته و چون خوره در جانش افتاده بود. گاه به ندرت علاوه بر کامیابی و لذت جویی از غلامان حلقه به گوشی که در اختیار داشت اگر از محلی عبور می‌کرد و پسرک بینوای کارتون خواب یا دورگردی خوشبر و روی را می‌دید که چشمش را می‌گرفت به او نزدیک و سرگرم گفتگو با او می‌شد و به بهانه اینکه پسرک بینوا برایش کاری انجام دهد و دستمزد خوبی بگیرد او را به خانه‌اش می‌کشاند. اصغر پس از آن که همانند عنکبوتی گرسنه شکار خود را در سرایش می‌دید به کودک بیخبر از همه جا رخت و جامه‌ای نو نشان می‌داد و می‌گفت اینها مال توست و در همان حالی که پسرک بخت برگشته می‌خواست آن را بگیرد او را به بهانه تمیز شدن و گرد و خاک از سر و رو تکاندن به حمام می‌فرستاد. کودک بخت برگشته و بی‌نوای کار، کودک ساده و بی کس و کاری که در این دنیای بزرگ بیدار و پیکر پشتیبانی نداشت و هرگز هم گمان نمی‌کرد فردی سپاهی و مأموری که وظیفه‌اش دفاع و پاسبانی و نگاهبانی از او و دیگران در مقابل ظلم و حمله متجاوزین است خود گرگی در پوستین انسان باشد با رغبت به سوی حمام یا بهتر بگوییم مطلقگاه روان می‌گشت. به دنبال او اصغر نیز پس از دقایقی لباسش را از تن می‌کند و به منظور لیف زدن و کیسه کشیدن به او می‌پیوست. آن هنگام بود که جانور سادیسمی خونخوار پسرک 10-12 ساله را پس از اینکه تا صبح و همانجا در زیر دوش به قصد تمتع وحشیانه نگاه می‌داشت و آلتش را بارها و بارها در دهان او فرو می‌کرد و از او می‌خواست تا بلیسد و بمکد یا او را کف حمام می‌خواباند و با هیکل سنگینش بر روی بدن نحیف و ناتوان او می‌نشست و آلتش را بر بدن او می‌مالید تا ارضا شود. گاه نیز با سنگدلی تمام آلت کلفت و چند سانتیمتری خود را در مقعد کودک بیچاره و بیپناه فرو می‌کرد و از پاره کردن او و جریان خونی که در کف حمام به راه می‌انداخت لذت می‌برد و سپس فریادی از شادی می‌کشید و قدرت مردانگی خود را می‌ستود. کودک بخت برگشته که بیهوش شده و نیاز به دکتر و بیمارستان
و درمانی فوری می داشت، در برابر چشمان اصغر جان می کند و با قطره اشکی بر گوشه چشم از جهان فرو می بست. تماشای جان کندن پسرک درمانده هم به او لذت و شهوت ارضا شده دیگری می بخشید. کیف و لذتی که برای او حتی فراتر از حس هماغوشی با دیگران می بود. او پس از پایان این تراژدی جنازه قربانی خود را در بیابانی برده و رها می‌ساخت. در حقیقت و به معنای راستین کلمه این دو برادر هرزه نمونه کاملی بودند از آنچه حافظ شیرازی در غزلی سروده بود. واعظان کاین جلوه در محراب و منبر می‌کنند، چون به خلوت می‌روند آن کار دیگر می‌کنند. در انظار چنان جانماز آب می‌کشیدند که هر زمانی کسی می‌خواست از پاکی و پرهیزکاری نمونه بیاورد، از آنها سخن می‌گفت و نامشان را بر زبان می‌آورد، تا جایی که حتی طرفداران ظاهربین به جقه آنها سوگند می‌خوردند آن دو امامان معصوم قرن حاضر محسوب می‌شدند. و اکنون که دور آنها شده بود و زمانه به سازشان می‌رقصید تا می‌توانستند از آب گلالود بهره می‌جستند و خوش می‌گذراندند. اگرچه هما از نزدیک هرزگی و پلیدی‌های آنها را ندیده بود، ولی می‌دانست در چه خانواده فاسد و پلیدی بزرگ شده است و تنها چیزی که پیش بینی نمی‌کرد این بود که روزی آنها نیزه خود را به سوی او تنها خواهر خود نیز پرتاب کنند. و اکنون می‌رسیم به آغاز داستانم. فرار. پاسی از شب گذشته بود و هما هنوز بیدار. تصمیم قطعیش را گرفته بود. به فکر فروزان، تنها دوست و همکلاسی صمیمی‌اش افتاد، چون در آن هنگام فروزان تنها کسی بود که می‌توانست به او اعتماد کند و یاری برساند. به علاوه نه رحیم پدرش و نه برادرانش هیچ کدام نیز او را نمی‌شناختند و از وجودش آگاهی نداشتند. هما همچون دزدی شبرو 2 دست لباس به اضافه مبلغی پول که طی ماه‌ها پس‌انداز کرده بود درون ساک دستی‌اش گذاشت و خانه‌ای را که لبریز از غم و اندوه و دلهره بود ترک کرد. خانه‌ای را پشت سر گذاشت که به جای گرمی و مهر و صفا تلمبار بود از خاطراتی دهشتناک که شب و روزش را به کابوس تبدیل کرده بودند. پس از ساعتی پیاده روی با ترس و لرز چند کوچه را پیمود. او در صدد بود تا آنجا که ممکن است راه را گم کند، تا وقتی پدر و برادرانش از فرارش آگاه شدند نتوانند ردش را بزنند و او را پیدا کنند. وقتی یقین کرد که به اندازه کافی از تیررس آنها دور شده، در کیوسک تلفنی که در همان نزدیکی بود باز کرد، به درون رفت و شماره فروزان را گرفت. خدا می کرد که نخوابیده باشد. الو، خودش بود، فروزان بود. نفس عمیقی کشید و بدون هیچ توضیحی گفت: سلام فروزان، ببین نمیتونم زیاد صحبت کنم، فقط اینو بدون که باید فرار کنم و امشب را باید بهم پناه بدی تا صبح بتونم سیاوش را پیدا کنم. فروزان دلش به شور افتاد، چون تا کنون سابقه نداشت هما در چنین ساعتی با او تماس بگیرد و از او کمک بخواهد. بنابراین پرسید: هما جان، چی شده؟ چه اتفاقی برات افتاده؟ حالت خوبه؟ که هما گفت: فروزان، نمیتونم چیزی بگم چون میترسم. بغضی را که وجودش را گرفته بود فرو داد و ادامه داد: خواهش میکنم فروزان، بیا، هرچه زودتر بیا. فروزان که به شدت ترس و دلهره را در صدای هما شنیده و حس کرده بود، به جای هر پرسشی دیگری گفت: باشه همونجا بمون، میام. کجای هما؟ هما گفت: دور از خونه هستم، تا اونجایی که میشد راه رفتم تا رد گم کنم. فروزان دیگر چیزی نگفت و فقط پرسید: آدرس تو بده و هر جا که هستی همونجا بمون. دارم میگم همونجا بمون که میام. با افشین میام دنبالت. افشین دوست پسر فروزان چند ماهی بود که دکترایش را گرفته و در یکی از بیمارستان‌های شهر به عنوان پزشک و متخصص بیهوشی به کار مشغول شده بود. فروزان هم مانند هما داروسازی می‌خواند و در صدد بود دکترایش را بگیرد.
2 ساعت از نیمه شب گذشته بود. هنوز اراذل و ولگردان در خیابان ولو بودند. در همان نیم ساعتی که هما چشم به راه فروزان و افشین بود، در چند مرحله چند خودرو آخرین مدل جلوی پایش ترمز کردند. یکی از راننده‌ها با نیشخند و نگاه هرزه‌ای که چشمان کثیف و آلودش را پوشانده بود، سرش را از پنجره بیرون آورد و گفت: کجا عزیز؟ میخوای امشب مهمون من بشی؟ باور کن نمیذارم بهت بد بگذره. و شلیک خنده را سر داد. راننده خودروی دیگری که در آن چند جوان مست نیز نشسته بودند پس از توقف گفت: چی شده خواهر؟ نکنه چیز گنده تری دلت میخواد که توی خیابون توی موقع شب ولو شدی؟ و با خنده جنون آمیز ادامه داد: قصه نخور، خودم و رفیقام کمکت میکنیم، فقط سوار شو، قول شرف بهت میدم آبجی. و خنده وحشتناکی سر داد و پس از اینکه انتظارش به جای نرسید، با دیدن چراغ‌های خودروی دیگری که از روبرو می آمد از ترس حرکت کرد و از آن نقطه دور شد. او که در آن نیمه شب از مزاحمت‌ها و آزار مردان هرزه به وحشت افتاده بود، برای لحظاتی در خاطرش گذشت تا به خانه برگردد، اما با به یاد آوردن نقشه‌ای که پدر و برادرانش برای او کشیده بودند، مو بر تنش سیخ شد. پس ترجیح داد باز هم تحمل کند و منتظر بماند. در همین حین خودرویی که از روبرو می آمد به او نزدیک شد و مقابل پایش ترمز کرد. هما نیم نگاهی از نفرت به درون آن انداخت. کنار دست راننده پسر یا مرد جوانی که نشسته بود سریع از ماشین پیاده شد و به قصد گرفتن و کشاندن هما به داخل خودرو به سوی او رفت. بیچاره هما از ترس آبرو و نیز هراس از برادرانش که شاید تاکنون به غیبت او پی برده باشند، جرأت یاری خواستن و فریاد زدن را هم نداشت. فقط در دل آرزو می‌کرد که هرچه زودتر افشین و فروزان سر برسند و آنها را فراری دهند. در همین زمان مهاجم با مشاهده توقف خودرویی در پشت سرش به تندی به داخل ماشینشان برگشت و راننده نیز پا را روی گاز گذاشت تا از آن محل دور شوند. خوشبختانه افشین به موقع سر رسیده بود. او به سرعت از اتومبیل پیاده شد و خود را به مزاحم مست که هنوز نتوانسته بود تا فرار کند رسانید و با وی درگیر شد و شروع کرد به گوشمالی دادن او. فروزان نیز پیاده شد و هما را که در گرمای بالای 40 درجه تابستان به شدت و از ترس می‌لرزید در آغوش گرفت و سوار ماشین کرد. بیرون در گوشه خیابان هنوز صحنه کتککاری ادامه داشت. پس از گذشت چند دقیقه و فراری دادن لات‌های شبانه، افشین هم به آنها پیوست و سپس با هم به سوی خانه روان شدند. تمام مسیر همه در سکوت فرو رفته بودند و دم نمی‌زدند، گرچه دل فروزان نبود تا بداند که چه موضوعی سبب آوارگی هما در آن دل شب شده است. ولی ترجیح داد چیزی نپرسد و منتظر بماند تا خودش لب به سخن بگشاید و جریان را تعریف کند. سرانجام پس از گذشتن از خیابان‌های تاریک و خلوت شهر به مقصد رسیدند. فروزان خیلی آرام و بدون آنکه مزاحم خواب پدر و مادرش شود در را باز کرد و دوستش را که همچنان در وحشت فرو رفته بود و می‌لرزید به اتاقش برد و برایش قدری آب خنک آورد. دقایقی به همان ترتیب گذشت تا اینکه هما آرام گرفت و لرزه از اندامش افتاد. سرش را بالا گرفت و با چشمان آبی خاکستریش که هر بار آسمان غم گرفته قبل از باران را به یاد فروزان میانداخت نگاهی به او کرد و در حالی که صدایش هنوز از ترس و وحشت از آنچه که نزدیک بود بر سرش آید و در خیابان تجربه کرده بود میلرزید گفت: ممنون به خاطر اینکه دنبالم اومدی. امیدوارم یه روزی بتونم این محبتت را جبران کنم. ناتوان از درک کابوسی که نزدیک بود توسط خانواده‌اش بدان گرفتار شود، رفت و در گوشه‌ای نشست و در حالی که سعی می‌کرد بغض همراه با ترسی که گلویش را می‌فشرد فرو دهد و در ژرفنای سینه‌اش به خاک بسپارد، به فروزان نگاهی دوباره کرد و گفت: خواهش میکنم در این مورد به خانواده‌ات چیزی نگو.
و اینجا بود که علیرغم همه تلاشش اختیار از دست داد. اشکهایش باریدن گرفتن و با صدای بلند شروع به گریستن کردند. فروزان او را در آغوش گرفت و با دستانش اشکهایش را پاک کرد و سپس هنگامی که آرامشی را در وجود هما حس کرد، با گمان بر این که دوستش چیزی نخورده و گرسنه مانده است، او را تنها گذاشت و پس از لحظاتی با سینی خوراکی و یک پارچه آب به اتاق برگشت. دسیسه. در این بخش میان به دلایلی که موجب شد هما از خانه فرار کنه میپردازیم و آنها برای شما خواهیم خواند. هما بیش از آن که در فکر و خیال کسی بگنجد گرسنه بود، اما در وجودش چنان اندیشه‌های اندوهبار و تلخ و نیز پیشبینی و ترسیم آینده مبهم موج میزد که خوردن و آشامیدن را به فراموشی سپرده بود. او با اکراه تنها توانست قاشقی از برنج و خورشت سبزی را که فروزان آورده بود بردارد و در دهان خشکش بجود و با مرارتی از درون فرو دهد. سپس لیوانی آب سر کشید تا شاید حرارت سوزنده درونش را قدری فرو کاهد. پس از آن سر برداشت و سخن دردمند خود را آغاز کرد. عصر که به خونه رسیدم متوجه شدم فضای خونه عوض شده. چجوری بگم؟ بابا و داداش اصغر خیلی مهربون شده بودن. داداش اصغر هم با همون لباس نظامیش اومده بود. فروزان اصغر را می شناخت. او سالها بود در سپاه پاسداران کار می کرد و شایع شده بود که فرمان شکنجه و آزار و اذیت زندانیان سیاسی را امضا و تایید می کند. در یک لحظه قیافه زشت و نفرت انگیز او در مقابلش نقش بست و سخت چندشش شد. پیش خود فکر کرد که چگونه ممکنه همای مهربان من برادری این چنین جنایتکار داشته باشه؟ با شنیدن نفسهای آشفته هما که به شمار افتاده بود به خود آمد. اندکی آب به او نوشاند تا شاید آرامش خود را به دست آورد. سپس به او گفت: هما عزیز دلم، اگرچه نمیدونم چه به سرت اومده، ولی الان اینجایی و دور از اونایی و دیگه نمیتونن پیدات کنن، پس نگران چیزی نباش، خواهش میکنم. با دلداری شفیقانه‌ای فروزان و اینکه فعلا دور از نقشه شوم خیشان درجه‌ای که خود قرار دارد، نفسهایش آرامتر و چشمانش روشنتر شد. نگاهی به فرشته نجاتش انداخت و گفت: دلم با دیدن اصغر به شور افتاد. طبق معمول رفتم به اتاقم و لباس خودم رو عوض کردم و بعدش هم تا آشپزخونه بساط شام رو آماده و سفره را توی اتاق نشیمن پهن کردم. ولی خودم به خاطر دلهوری که وجودم را گرفته بود نتونستم چیزی بخورم و فقط با خوراکم بازی می کردم تا زمان بگذره. بالاخره شامشون رو خوردن، سفره رو جمع کردم، به آشپزخونه برگشتم تا ظرفا رو بشورم و چای دم کنم. چایی که آماده شد توی استکانا ریختم، روی سینی گذاشتم و رفتم تا پشت در اتاق نشیمن رسیدم. خواستم در را باز کنم که صدای اونا رو شنیدم. خیلی آروم صحبت می‌کردن. حس شک و دلهورم درست بود. من داخل حال که تاریک بود ایستاده بودم و میتونستم توی اتاق را که روشن بود و اون جنایتکارانی که داشتن با سنگدلی نقشه مرگم را میکشیدن ببینم. در این لحظه بدن هما را لرزشی شدید فرا گرفت. فروزان دوستش را در آغوش کشید و آن وجود نازکتر از هر پرنده در بندی را با گرمای تنش گرمی بخشید. لیوان آب را به دهان هما نزدیک کرد تا کمی از آن بنوشد. فروزان به خوبی می‌دانست که هر چیزی که در خیال هما نقش بسته است هنوز هم دارد وجودش را به سختی شکنجه می‌دهد. درست مانند همان شبی که پدر هما همراه با عموها و دایی‌هایش دور همدیگر جمع شده و تصمیم گرفته بودند تا مادرش را به زندان بسپارند. خب دوستان، بریم ببینیم که این کتاب فرار ما را تا کجاها میکشونه، به گذشته، به آینده، به حوادث
و ماجراهایی که در زندگی هما پیش اومده و یا در حال پیش آمدن هست. در اینجا میرسیم به یکی دیگر از قهرمانان داستانمون به نام مولود. فروزان یادش آمد مادر هما را هنگامی که طفلکی هما 6 سال بیشتر نداشت به اتهام رابطه نامشروع به زندان انداخته و پس از آن سنگسار کرده بودند. هما در افکار خودش بود و به شدت به گریه افتاد و گفت فروزان میدونی خاطرای اون شب دهشت‌آور و روزهای تلخ بعدش رو هیچ وقت نمیتونم فراموش کنم. و آنگاه خیال فروزان به زمانی پر کشید که هما از مرگ دلخراش مادرش به دست مردمی سخن گفته بود که خود را پاکترین های روزگار می دانستند، ولی این جنایتکاران با پرتاب سنگ های ممنوع از خشونت و اندیشه های حقیر و ناجوان مردانه خود همراه با فریادهای الله اکبر زندگی زنی بیگناه را آن هم با آن رفتار ددمنشانه و سهمگین گرفته بودند. آن روزها چنین موضوعی خبری داغ به شمار می رفت، چون اولین حکم سنگساری بود که پس از به روی کار آمدن رژیم انجام می شد. این خبر تیتر روزنامه های پرفروش شده بود. خانم مولود ره به اتهام زنای محسنه در دادگاه به سنگسار در ملأ عام محکوم شده است. به گفته شهود عینی همسر برادران متهمه و برادران شوهرش او را نه تنها یک بار بلکه چندین بار در رخت خواب با مردی دیگر دیدند و بنا به شهادت آنها در دادگاه بارها به او هشدار داده بودند، اما متهمه اهمیتی به هشدارهای آنها نداده بوده است. البته شاهدین در پاسخ به وضعیت و هویت آن مرد اذعان داشته بودند که آخرین باری که شاهد ماجرا بودند نتوانستند او را بگیرند و از پنجره فرار کرده است. مولود در تمام مدت محاکمه سکوت کرده و سخنی دال بر رد اتهامات وارده بر زبان نیاورده بود. او حق داشتن وکیل مدافع هم نداشت. اگرچه آن زمان همه با پرچم سیاه رنگ که نمود دلهای تاریکشان بود این حکومت را انتخاب کرده بودند، این افراد برای کسی دلسوزی نمی کردند تا در صدد دفاع از او نیز برآیند. به گمان آنها چنین اتهاماتی مستوجب بدترین احکام و مجازات ها می بود، از پیمانه شراب نوشیدن تا زنایی که به دروغ به مولود بسته بودند. و او پس از شنیدن حکم دادگاه فقط یک جمله بر زبان آورده بود: میخوام دخترم. آب دهانش را که از گلوله‌ای سربی داغتر و سنگین‌تر شده بود به سختی فرو داد و ادامه داد: میخوام هما رو ببینم. آیا این اجازه رو دارم؟ شگفتا که دل متجاوزینی که کشورش را تسخیر کرده بودند به رحم آمد. سپس با آخرین خواسته او موافقت کردند. ساعتی پیش از اجرای حکم هما را نزد مولود بردند. او با دیدن تنها دخترش آرام آرام گریست و گفت: دخترم، اینا رو بهت میگم چون از خون منی. من تو رو در وجود خودم پرورش دادم، دل بندم. تو رو تا حالا و تا اینجا که آخر خط برای منه بزرگ کردم. در سکوت بغضش را به سختی فرو داد. نگاهی به سر تا پای دخترش انداخت و سپس چشم به چشمان او دوخت که شوق شنیدن صدای مادر و دیدن مهر عاشقانه مادر در آنها موج می‌زد. مولود نمی‌دانست که آیا دختر کم سن و سالش می‌تواند معنای حرف‌های او را بفهمد یا نه، اما لازم دید تا آخرین درد دل خود را با دخترش داشته باشد و سپس راهی قتلگاهش شود. او پس از لختی تأمل همراه با حسرت رو به هما ادامه داد: دختر نازنینم، شاید یه روزی که بیشتر سرت شد و بزرگتر و داناتر شدی این سوال برات پیش بیاد که آیا مادرم واقعا گناهکار بود؟ آیا حرمت زندگی و خانواده‌اش را نگه نداشته بود؟ آیا راسته که به پدرم خیانت کرده و غیاب او
و در غیاب او غریبه ای را به خونه آورده و در رخت خوابش راه داده بود. در همان حال ماجرای زندگی مولود در مقابل چشمانش رژه می رفتند. به یاد روزی افتاد که به خانه شوهر رفته بود. به یاد اینکه برای اولین بار اصغر و رسول را دیده بود و سپس تا آنجایی که امکان داشت سعی خود را کرده بود تا برایشان مادری مهربان و دلسوز باشد، به قدری که کمبود مادر نداشتشان را حس نکنند. در آن حال که سرمای مرگ وحشتناکی که انتظارش را می‌کشید تمامی وجودش را به لرزه درآورده بود، آغوش گرم دخترش گرما و حرارتی مطبوعی به وجودش بخشید، همانا که از عشق میان مادر و فرزند سرچشمه می‌گیرد و وجود هر دو را غرق در آرامش می‌سازد. او هما را با تمام وجود و برای آخرین بار سخت در آغوش فشرد و چشمان آبی دریایش را به چشمان دخترش دوخت و گفت: عزیز دلم، شاید این چیزی که میگم مغز کودکانت نتونه متوجه بشه. تو دلبندمی و باید از هر غم و غصه رها و همیشه شاد باشی و توی دنیای دخترونه خودت گشت و گذار کنی. ولی میخوام بدونی که همه اینا پاپوش و دروغی بیش نیستند. پاپوش و دروغی بیشتر نیستند و من همانطوری که با عفت و پاک دامنی به خونه پدرت اومدم، با همان پاک دامنی هم دارم از دنیا میرم. در آن لحظه دلش به یاد پرویز پر کشید و از این یادآوری لبخندی بر لبانش نقش بست و شادان شد از این که به زودی جدایی آن دو به سر میرسد. مولود دختری که از بازرگانان و محترمین بازار به خواست و اراده پدر و به گناه دوست داشتن پسرخاله‌اش که او هم به گناهی ناکرده کشته شده بود، به عقد و ازدواج ناخواسته تن در داده بود. او اگرچه در دل هیچ علاقه‌ای به رحیم همسرش نداشت، ولی در تمام طول ازدواج سعی خود را کرده بود که با نجابت به زندگی زناشویی‌اش ادامه دهد، ولو اینکه از حق زندگی خود که حق شایسته هر انسانی است بگذرد. خانواده مولود به محض شنیدن اتهامات وارده شوهرش بر دخترشان تنها راه چاره را برای به دست آوردن آبروی از دست رفتشان مجازات قانونی و شرعی مولود که همانا سنگسار در ملأ عام بود دانستند، چرا که باور داشتند ننگ تنها با خون پاک می شود. حقارت اندیشه و تعصبات ناشایست و کورکورانه آنها وادارشان کرده بود که حتی در صدد روشن شدن حقیقت یا بری بودن و بیگناهی مولود از چنین اتهامی بر نیایند، یا حداقل تلاشی اندک نیز در این راه بر نداشتند. به همین جهت نیز مولود سکوت اختیار کرده بود، چون در جامعه‌ای که زن از کمترین حقوق اجتماعی برخوردار است و در درجه دوم شهروندی بعد از مرد قرار می‌گیرد، حتی اگر فریاد هم برمی‌کشید کسی آن را نمی‌شنید یا خود را به نشنیدن می‌زد تا مبادا به یاریش بشتابد. هما تمامی ماجرا را پس از سالها که از قتل فجیع مادرش می‌گذشت برای فروزان تعریف کرده بود. پس از اینکه مولود هما را بوسید، در حالی که به شدت سعی می‌کرد تا جلوی اشک‌های نومیدانه و حسرتبارش را بگیرد، به جگرگوشش گفت: دخترم، تو را به خدایی که دیگه به وجودش هم شک دارم می‌سپارم. در آن زمان هما نمی‌توانست هیچ درکی از گفته‌های مادرش داشته باشد، نمی‌فهمید. پس از آن روز تلخ، هما فقط یک بار دیگر در روزی به مراتب تلخ در مادرش را در حالی که سر تا پا سفید پوشیده بود دید. همان زمان که لحظاتی بعد مولود را در درون گودالی گذاشتند و تا گردنش را از خاک و گل پوشاندند، او دید که همه افراد حاضر به سراغ تپه‌ای از سنگ رفتند و هر کدام چند قطعه سنگ برداشتند. هما فقط 6 سال داشت و عقل و تجربه بسیار اندکش اجازه درک این رفتار را به او نمیداد. هر کس سعی می‌کرد تا سنگی بزرگتر بردارد و او هم به تقلید و پیروی از پدر
عموها و دایی‌هایش سنگی برداشت و روبروی مادرش ایستاد. مولود با دیدن دخترش فریاد زد: بی‌رحم‌ها، مگر شما وجدان ندارید؟ دخترم را از اینجا ببرید. آخه برای چه اونو به اینجا آوردید؟ ولی هیچ کدام سخنان او را نشنیدند. صدایش در همهمه پرشمار جمعیت حاضر گم شد. با نخستین پرتاب سنگ از سوی شوهرش، سایری نیز به سوی مادرش سنگ پرتاب کردند و دست بر نمی داشتند. او با دیدن این صحنه خواست به سمت مادرش برود و او را در آغوش بگیرد تا شاید باران سنگ‌های اهریمنی را متوقف کند، اما با اولین قدمش زنی ناشناس با چادری سیاه به سوی او دوید و او را در بغل گرفت. هما هر قدر فریاد و دست و پا میزد تا از دست او فرار کند و خود را به مادر برساند، موفق نشد. او همچنان ناتوان و درمانده از کمک به مادر با حق و زجه کودکانش او را نگاه می‌کرد. در اثر برخورد سنگ‌ها چادر سفید مادرش، پاره و موهای سیاهش که اکنون کاملا رنگ خون به خود گرفته بود بیرون زده و صورت زیبایش نیز غرق در خون شده بود. در فوران خون پاک مولود چادرش نیز کاملا قرمز و خون‌آلود شد و سفیدی آن به سرخی گرایید. مولود چنان دردی در وجودش نهفته بود که حتی فریادش نیز خشکیده بود. همچنان سکوتی دهشتبار مملو از فریادها و پس از مدت زمانی کوتاه به سکوتی همیشگی انجامید و سرش به گوشه‌ای متمایل شد و دیگر حرکتی نداشت. با پایان سنگسار وحشیانه آن نامردمان، زن سیاه رفتار و بدترکیب هما را بر زمین گذاشت. در این زمان او توانست خود را دوان دوان به مادر برساند و سر مادر عزیزش را در آغوش خود بگیرد. هما سعی می‌کرد تا صورت خون‌آلوده مادر را با دست‌های کوچکش پاک کند. وقتی موفق شد تا بخشی از چهره زیبای مادر را از ورای خونها ببیند، لب بر آن نهاد و بوسه عاشقانه به آن کرد. سپس با زبان شیرین کودکانش که حاوی عشق و مهر به مادرش بود گفت: مامان پاشو بریم خونه دیگه، پاشو، همه دارن میرن، پاشو دیگه. اشک‌های هما از گونه‌های لطیفش سرازیر شدند. خاطرش به روزی سفر کرد که به کوچه رفته بود و پسرهای تخس و بازیگوش همسایه به سوی همدیگر سنگ پرتاب می‌کردند که از قضا یکی از آنها بر سر هما اصابت کرد و خون از محل برخورد جاری شد. وه که چه دردی بود! مادرش پس از شستشو و ضدعفونی زخم او را با مهربانی نوازش می‌کرد و می‌بوسید و به دخترش دلداری می‌داد تا از شدت دردش بکاهد. هما با این یادآوری سر خود را نزدیک گوش مولود برد و سر مادر را با دستان کوچکش نوازش کرد و کودکانه گفت: مامانم الان سرت خوب میشه. آب بینیش را با پشت دست خود پاک کرد و بلندتر از پیش با این فکر که شاید مادر در خواب از فریاد التماسگونه برآورد: پاشو مامان، این آدمای بدی هستن، بهت سنگ میزنن. ولی صدایی از مادر برنخاست. رو به جمعیتی که دیگر تک و توکی بیش نمانده بود کرد و گفت: مامان میگه هر کس سنگ به کسی دیگه بزنه آدم بدیه. با حقحقی جگرسوز رو به مولود کرد و گفت: مامان پاشو، چرا هنوز پیش این آدمای بد موندی؟ پایو بریم خونه. و اما باز پاسخی خاموش نصیبش شد. سکوت و خاموشی و دیگر هیچ. هما به ناله و التماس افتاد و خودش را روی پیکر بیجان مادر انداخت و با گریه از مادرش پاسخ و حرکت طلب میکرد. مامانی آخه تو همیشه بهم جواب میدادی، مگه من کار بدی کردم که جوابامو نمیدی؟ مامان پاشو، تو رو خدا پاشو بریم خونه، مگه دیگه منو دوست نداری؟ در این هنگام همان زن سیاهپوش به طرف او آمد و او را با زور از مولود جدا کرد و با خود برد.
تا مدت تا هرچه سراغ مادرش را می گرفت کسی به او پاسخ نمیداد، تا اینکه کم کم بزرگ می شد، ولی همواره کمبود وجود مادر و عشق و محبتش او را آزار میداد. از آن نیز مهمتر در فرایند رشد و نمو همراه با درک بیشتر خاطره سنگسار شدن مادرش و شاهد بودن بر آن جنایت اسفبار و نیز گفتگوی مادر قبل از سنگسار را روشن‌تر و واضح‌تر به یاد می‌آورد. پس هما به خود قول داد که هرگز آخرین گفته‌های درد آلوده مادر و آن روز شوم را فراموش نکند. معمولا انسان‌ها مایل هستند تا برای کمتر زجر کشیدن گذشته رنجاور خود را اگر هم به ظاهر شده به فراموشی بسپارند، ولی هما می‌خواست همه آن جنایت وحشیانه و غیر انسانی را در یاد و خاطره حفظ کند تا بعدها به همگان چهره اهریمنی عقاید و باورهای سیاه آلوده و رفتارهای هیولای آن معتقدین مسخ شده را بنمایاند. با این اندیشه وقتی هما خواندن و نوشتن را یاد گرفت، خاطره وحشتناک آن روز و سیمای خون آلوده مادر و سخنانش را بر کاغذی نوشت و در جایی پنهان کرد. فروزان با صدای زنگ گوشیش به خود آمد. افشین بود. سلام عزیزم، همه چیز خوبه؟ هما چطوره؟ سلام عزیزم، آره خوبه، یکم بهتره. و برای افشین شوکی را که هنوز وجود هما را میلرزانید شرح داد. افشین به او گفت فردا میام و میبینمش و داروی آرام بخشم بهش میدم، نگران نباش. گفتگویشان پایان یافت و فروزان گوشی را گذاشت. در آن دم ادامه سخنان تلخ و اندوهبار هما را شنید که با بغض میگفت آره داشتم چای میبردم که صدای پچ پچ اونا رو شنیدم. سینی را آهسته روی زمین گذاشتم و گوشم را به در چسبوندم. داداش رسول بود که میگفت بابا خواهرمون با این کارش آبروی خانواده ما رو برده. چند روز دیگه که شکمش میزنه بیرون اگر کسی از این جریان آگاه بشه میگن بدنامی و رسوایی توی خانواده اینا ارثیه. هما اشکاشو پاک کرد و کمی آب نوشید و گفت داداش اصغر هم بعد از اینکه با او هم عقیده شد با سنگدلی گفت آره فقط یک راه وجود داره و به خاطر اینکه کسی از این جریان آگاه نشه اونو به مسافرت میبریم و همونجا میکشیمش و از شرش برای همیشه آسوده میشیم. بعدش هم میریم سراغ اون نره خر بی‌ناموسی که شرف و آبروی خانوادگی ما را از بین برده و حقشو میذاریم کف دستش. داداش اصغر قهقهه‌ای زد و در ادامه این نقشه‌اش گفت من حالا برای خودم توی دستگاه کاری شدم و در فکر نمایندگی مجلس و حتی ریاست جمهوری هستم و حاضر نیستم هیچ کس حتی خواهر گیس بریدم موقعیت منو به خطر بندازه. هما سکوت کوتاهی کرد و ادامه داد بعدش پدرم که تا اون موقع سکوت کرده بود به صدا در آمد و گفت جواب مردم رو چی بدیم؟ اگه سراغشو گرفتن چی بگیم؟ اینجا بود که داداش اصغر در حالی که دستی به ریش‌های پر پشتش می‌کشید گفت هیچی، میگیم اونا برای ادامه تحصیل به خارج کشور فرستادیم و خنده شیطانی سر داد. هما در اینجا از ته دل آهی بلند کشید، نگاهی به چشمان فروزان کرد و پرسید فروزان آخه به کدامین گناه؟ چرا؟ صرفاً به خاطر اینکه سیاوش رو دوست دارم و ازش باردارم و قصد ازدواج با اونا دارم. مگه این گناهه؟ مگه دوست داشتن گناهه؟ آهی دیگر کشید و گفت ما با مهر و دوستی و عشقی که به هم دیگه داشتیم پیوندمون رو برقرار کردیم. هما با نگاهی پر از ابهام و پرسش سرش را از روی دیواری که برای دقایقی غمخوارش بود برداشت، سپس به فروزان که گوی از جمله آخر هما سر در نیاورده بود چشم دوخت و گفت فروزان من و سیاوش زن و شوهریم. ما با گفتن جملاتی و ابراز و اهدای عشق و وفا به هم دیگه خودمون رو به ازدواج یکدیگر در آوردیم. او حق میکرد. مگه حتما باید با زبان عربی و ادای اون کلمات و جملات تعیین شده اجازه دوست داشتن و محرمیت داشته باشیم؟ پس تکلیف زبان عشق و دوستی چی میشه؟
و سپس ساکت شد و بینیش را پاک کرد. او که اکنون 5مین ماه بارداری را پشت سر می‌گذاشت، دستی بر روی شکمش کشید و مانند اینکه با موجودی حاضر و شنوا گفتگو می‌کند، با آن سخن آغاز کرد و گفت: باید زنده بمونی حتی اگه من نتونم بزرگ شدن تو ببینم. فروزان که با لذت آن همه عشق مادری را تماشا می‌کرد به هما گفت: عزیز دلم، تو هم زنده خواهی موند و بزرگ شدن بچه‌ات را خواهی دید، بهت قول میدم. هما که دستش همچنان روی شکمش در رفت و آمد بود و با عشق و نوازش آن را لمس می‌کرد، آب دهانش را قورت داد و گفت: نه فروزان، فکر نکنم، چون قدرت برادرم خیلی بیشتر از ما 3 نفره و گذشته از اون نه جایی برای فرارم هست و نه هیچ جایی برای پنهان شدنم میشناسم. اشکی را که روی گونه‌اش روان شده بود با پشت دست پاک کرد و در ادامه سخنانش گفت: توی این زندون بزرگ هر جا که باشم پیدا میکنم، حتی اگه آب بشم و توی زمین فرو برم. اینو میدونم. فروزان به فکر فرو رفت. بله، هما راست میگفت. فقط نمیدانست خانواده هما چگونه از رابطه هما با سیاوش آگاه شده بودند. برای همین پرسید: آخه عزیزم، اونا چطور از دوستی تو و سیاوش خبردار شدن؟ هما اشک‌هایی را که آهسته در طوفانی ترین شب زندگیش آرام آرام بر روی گونه‌هایش رها و روان شده بودند، با آستینش پاک کرد و پاسخ داد: فکر میکنم سید جعفر دوست داداش از ما رو با هم دیگه دیده و ماجرا را برای داداش گفته و تعریف کرده. سید جعفر همیشه از هما خوشش می آمد و چند بار نیز سر راهش سبز شده بود. او با وجود تأهل و داشتن زن و بچه قصد داشت تا او را برای خود صیغه کند، ولی همواره با مخالفت هما روبرو شده بود. هما از ترس اینکه خانواده‌اش حرفهایش را باور نکنند یا راضی به پیشنهاد سید جعفر شوند و او را با ازدواج با او وادار کنند، هرگز در مورد مزاحمت‌ها و پیشنهادهای او به خانواده‌اش سخنی بر زبان نیاورده بود. فروزان در فکر فرو رفت. ای کاش راهی باشد تا دوستش را از این گرفتاری برهاند. با این فکر از او پرسید: خب حالا میخوای چیکار کنی؟ هما، حالا میخوای چیکار کنی؟ تا صبح صبر میکنم، بعد با سیاوش تماس میگیرم. اشکاشو پاک میکرد و با هم از اینجا میریم به جای دوردست، یه جایی که هیچ کس نتونه پیدامون کنه. یه کاری برای خودمون دست و پا میکنیم و زندگی مشترکمون رو توی گمنامی و غربت شروع میکنیم. بینیش را پاک کرد. فروزان از هما پرسید: ببین، میدونم که سیاوش پسر خوبیه، ولی آیا یقین کامل داری که او هم باهات همراه میشه؟ سیاوش 24 سال داشت و سال اول دانشگاه را در رشته مهندسی آغاز کرده و در جستجوی کار بود، ولی در شرایط حاضر و حاکم بر جامعه هرچی بیشتر جستجو می‌کرد کمتر می‌یافت. برای پیدا کردن کار یا میبایستی آشنایی می‌داشتی یا با شخصی صاحب نفوذ و صاحب منصب هم بستر می‌شدی، خواه یک پسر می‌بودی خواه دختر. اگرچه فروزان سیاوش را بارها و بارها دیده بود و در نجابت و صداقت او کوچکترین شکی نداشت، ولی باز هم یقین نداشت که در این گیر و دار با هما همراه و همگام شود. دیر وقت شده بود. فروزان از هما خواست تا اندکی چشمهایش را بر هم گذاشته و دمی بیاساید. چیزی در درونش به او می گفت این تنها شبی است که هما می تواند به راحتی چشمانش را بر هم گذاشته و به خواب رود. با طلوع خورشید فروزان از خواب بیدار شد. چشمش به هما افتاد که بر لبه تخت نشسته است. چشمانش از شدت گریه پف کرده بودند. معلوم بود که شب گذشته اصلا پلک بر هم نگذاشته است. نگاهی به صورت غم گرفته و دردمند هما کرد. از بستر بلند شد و بر لبه تختش جا گرفت و در فکر فرو رفت. قلبش به سختی فشرده شد.
بدین اندیشه که چگونه خانواده‌ای میتواند چنین سنگدل و خالی از مهر باشد که در کمال خونسردی نقشه کشتن دختر و یا خواهرشان را بکشند و ککشان هم نگزد. وقتی به نتیجه نرسید با خود اندیشید زمانی که مادرش را با فجیع‌ترین شکل ممکن کشته بودند دیگر چه انتظاری میشد از آنها داشت. سپس رو به هما کرد و گفت پاشو یه چیزی بخور، میریم پاسگاه شکایت میکنیم. در پی این پیشنهاد قهقهی بلند اما حزن انگیز هما در فضای اتاق پیچید. سپس به دنبال آن با شگفتی پرسید چی گفتی فروزان؟ درست میشنوم؟ تو که بهتر از من میدونی همه ما تو زندانی به سر میبریم که هیچ امیدی به رهایی از اون نداریم. زندانی که با قفلی بزرگ روی درش بسته شده. قفلی که حتی ماهرترین دزدها هم توان باز کردنش را ندارند. هما خیلی دانا و فهمیده بود. او با اینکه در خانواده رشد و نمو یافته بود که هر یک به گونه‌ای سگ درگاه حکومت به شمار می رفتن، ولی هرگز در دل با حکومتی که در برابر چشمانش مادرش را کشته بودند سازگاری و مهری حس نمی کرد. برای همین هم هر آنچه آنها باور داشتند و می‌خواستند تا به زور به هما بقبولانند او راهی را برخلاف باورهایشان طی و رفتارهایش را مخالف زنهارهای آنها انتخاب می‌کرد. فروزان به هما گفت راست میگه هما جون، حق با توست. پیشنهادم خیلی احمقانه بود. فروزان در اندیشه فرو رفت. انتخابات سال 88 و تقلبی گسترده که در آن زمان صورت گرفته بود و از همه بدتر کشتار مردمی که برای اعتراض به آن بی‌عدالتی به خیابانها آمده بودند و تظاهرات می‌کردند. مگر نه اینکه در آن عدالت خواهی ندا آقا سلطان را با وحشیگری کشته بودند. با اینکه صحنه جان سپردنش هم در سرتاسر دنیا پخش شده بود و همگان مستند این مرگ دلخراش را برای هم می‌فرستادند، ولی هیچ کس حتی سازمان حقوق بشر هم نتوانست و یا نخواست کاری علیه قاتلینش انجام دهد. به یادش آمد روزی را که با افشین و خواهر افشین در تظاهرات شرکت کرده بود. با اینکه آنها نیز آرام و بی صدا با دیگران همراه شده بودند، ولی باز بسیجی‌ها و لباس شخصی‌های نظام با باتوم و اسلحه بدانها حمله کرده بودند. آری آن روز را خوب به خاطر می آورد. افشین زخمی شده بود و اگر او تعدادی دیگر در پناه پیرزنی تنها و مهربان که در کوچه تنگ و تاریک خانه داشت قرار نمی گرفتند، قطعاً یا کشته و یا به زندان انداخته شده بودند. روزی که حکومت با دسیسه‌ای برای شناسایی و سرکوب مخالفان به سر دستگی میرحسین موسوی اقدام کرده، میلیون‌ها مخالف حکومت را بیرون کشیده، شماری از آنها را در دم کشته و شماری را پس از دستگیری در زندان و زیر شکنجه به قتل رسانده و ناقص نموده بود. یادآوری آن روزهای پرآشوب، آن روزهای شوم قلبش را به درد آورد، چون با چشم خود ریزش شکوفه‌های سبز را بر زمین دیده بود. صدای هما او را از فکر و خیال بیرون کشید. ببینم تونستی بخوابی؟ تا اونجایی که میشد سعی کردم مزاحم خوابت نشم. هما در حالی که هنوز هم تلاش میکرد همان شخصیت قوی و استوارش را نگاه دارد به آرامی پرسید مامان و بابات که بوی نبردن؟ تا اونجایی که ممکنه نمیخوام شما درگیر این مشکل بشین. میدونم یه روزی تو رو پیدا میکنن و سراغت میان، ولی ترجیح میدم کسی دیگه از جریان خبردار نشه. فروزان دست او را به گرمی در دست گرفت و با مهربانی گفت عزیزم نگران ما نباش. بابا و مامان هر دوشون رفتن سر کار. هیچی هم در مورد جریانات دیشب نمیدونن. حالا دیگه بلند شو و یه دوش بگیر و بیا صبحونه بخور. هما از جا برخاست و به حمام رفت. او دختری قوی و صبور بود. تجربه هولناک
سنگسار مادرش تا مدت‌ها او را در کابوس‌های شبانه‌اش همراهی و سپس با فریاد مامان مامان و چشمانی لبریز از اشک از خواب بیدار می‌کرد و هنگامی که به جای آغوش پرمهر مادر ضربات کمربند پدر او را در بر می‌گرفتند، چاره‌ای جز مقاومت برای او باقی نمی‌گذاشت. در زیر دوش به تلخی یادش آمد یکی از همان شب‌ها که پدرش در حین مستی با کمربندش او را می‌نواخت و اعتراف می‌کرد آره بابت سنگسار مادرت پول خوبی بهم دادن. آخه اون لعنتی‌ها می‌خواستن سنگسار رو قانونی کنن، برای همینم لازم بود تا بهانه‌ای برای شروع این کار پیدا می‌کردن و خب منم داوطلب شدم دیگه. هما پس از شنیدن این سخنان رقت‌انگیز و وحشتناک دیگر ضربات کمربند پدر و سوزش سخت آن را احساس نمی‌کرد. تنها به یاد مادرش افتاد. دخترم با پاکدامنی از این دنیا میرفت. حرف‌های پدرش تمامی نداشت. دلش می‌خواست او را تنها می‌گذاشت، ولی او باز هم همچنان می‌گفت می‌دونستم که مولود هیچ وقت منو دوست نداشت و هنوز هم دلش پیش اون پسر خاله گور به گور شده اش بود و به اجبار با من ازدواج کرده بود. هما داد میزد، التماس میکرد بابا تو رو به خدا دیگه نگو، حرفات بیشتر از ضربه های کمربند تنمو میسوزونه، تو رو خدا بسته دیگه، تو رو خدا دیگه نگو بابا نگو. ولی او همچنان در حال مستی به ضربات بیرحمانه شلاق چرمین بر تن نازک هما و بدتر از آن فرود آوردن سخنان زجرآور و سهمگینش بر روح و روان او ادامه میداد. نه بابا باید بدونی روزی که نبود، روزی نبود که با آرزوی این که عشق رو توی چشمای مولود دختر حاج قاسم تاجر بزرگ تهران بخونم، به خونه نیام، ولی هیچ وقت این آرزوم به حقیقت نرسید. همیشه دنبال یه روزی میگشتم تا انتقام این کمبود رو ازش بگیرم. برای همین بود که وقتی ملا علی آخوند محل به هم این پیشنهاد رو داد با رغبت زیاد قبول کردم. او همراه با اعتراف به این جنایت مخوف شدت ضربات تازیانه اش را بیشتر کرده بود. گویی باز هم ارضا و اقناع نشده و میخواست بقیه درد درونی و روح و روان سرخورده اش را بر وجود نحیف دخترش وارد آورد تا شاید کمی هم شده خود را آرامش بخشد. غافل از این که چنین یأس‌ها و سرخوردگی‌های روانی نه تنها بدین رفتارهای غیر انسانی بهبود نمی‌یابند، بلکه بر تأثیر منفی آن بر بار گذشته نیز افزون و مضاعف می‌گردد. آره گیس بریده، با این کارم هم از اون پتیاره انتقام گرفتم و هم از خانواده از خود راضیش که همیشه تو سرم می‌زدن. پس تو نیم وجبی هم مواظب باش دیگه مزاحم خواب من نشو. هما با تنی شسته اما با روانی آشفته از حمام بیرون آمد. فروزان صبحانه را آماده کرده بود. سر میز نشست. لقمه نان و پنیر به دهان گذاشت و کمی چای پشت آن سر کشید تا بتواند لقمه خشک را از گلوی خشکتر از آن عبور دهد. فروزان شگفت زده هما را نگاه و با خود فکر می‌کرد چطور اون در این موقعیت میتونست اینقدر خونسرد و آروم باشه. راستش از زمانی که هما را میشناخت همیشه همینطور بود، خونسرد، استوار و بردبار. وقتی در خیال خود برای پرسشش پاسخی نیافت رو به هما کرد و پرسید هما تو چطور میتونی اینقدر آروم باشی؟ هر کسی دیگه جای تو بود خودش را باخته بود. هما در حالی که استکان چای را روی میز قرار میداد نگاه کم فروغش را به فروزان دوخت و گفت باید اینطور باشم، چون یکی اینکه خون مامان تو رگامه و دیگه اینکه اگه خودم رو ببازم نمیتونم خوب فکر کنم و تصمیم درستی بگیرم. اشکش روی گونه های استخوانیش روان شد. بغضش را فرو خورد. اینو میدونم با آشناهایی که داداش از داره یه روزی پیدا میکنه و منو میکشه.
ولی نه به خاطر خودم بلکه به خاطر بچه‌ای که در راه دارم باید تا آخرین لحظه مقاومت کنم. اشک‌هایش را پاک کرد. با چشمان پر از غمش نگاهی به فروزان انداخت و گفت چون زمانی که قانون خودش حامی و پشتیبان قتل‌های ناموسی باشه و این عمل را تشویق و حمایت هم میکنه، چطور میشه ازش جون سالم به در برد؟ زمانی که قانون به یک زن بهای ناچیز میده و ارزش یک زن را نصف بیضه یک مرد قرار داده، چطور میتونیم انتظار داشته باشیم که افراد عامی به زنها ارزشی قائل باشد؟ بغضش را فرو خورد. فروزان به حرفهای او گوش میداد. نمیدانست چه پیش خواهد آمد. آینده گنگ و مبهم در انتظار هما و جنینی بود که در شکم داشت. وقت آن رسیده بود که هما با سیاوش تماس بگیرد. شماره موبایلش را گرفت ولی فقط زنگ میخورد و جوابی شنیده نمیشد. نگران شد. یعنی چی شده؟ هرگز سابقه نداشت که سیاوش به تلفنش پاسخ ندهد. با اولین زنگ و همیشه با گفتن سلام عشقم گوشی را جواب میداد. نگرانیش بیشتر شده بود. پس از فروزان خواست تا با گوشی خودش با او تماس بگیرد، ولی او نیز راه به جایی نبرد و تلفن سیاوش همچنان زنگ میخورد. سراسیمه و آشفته از جا بلند شد و رو به فروزان کرد و گفت بیا باید بریم. فروزان خواست بپرسد کجا که هما گفت فقط سوال نکن، هیچی نپرس، زود باش بریم. بین راه برات میگم کجا داریم میریم. و در حالی که چادر سیاهش را بر سر میکرد ادامه داد فروزان تو هم چادر سرت کن، میخوام کسی تو رو نشناسه. دقایقی بعد هر دو با چادر از خانه بیرون زدن. حوالی خیابان ناصر خسرو به راه افتادن. هما به دوستش که هنوز موج پرسش و ابهام در چشمانش موج میزد نگاه انداخت و گفت فروزان داری میریم خونه سیاوش. من جلو نمیام ولی تو برو یه سر گوشی آب بده ببین چی شده. بعد گلویی صاف کرد و گفت میدونم که اونا گرفتن. میدونم که اونم گرفتن. اون همیشه با من تماس میگیره ولی حالا حتی تلفنشم جواب نمیده. در حالی که اشک در چشمانش حلقه زده بود گفت ای کاش دیشب بهش زنگ زده بودم و ازش میخواستم تا خودشو به جایی مخفی برسونه. اگه بلایی بر سرش اومده باشه هرگز خودمو نمیبخشه. ساعت 11 صبح بود که در نزدیکی منزل سیاوش از تاکسی پیاده شدند و در یکی از کوچه ها همانطور که رخسار زیبایش را در چادر پوشانده بود منتظر ماند و از فروزان خواست تا به در خانه سیاوش برود و نشانی از او بگیرد. فروزان نیز صورتش را بیشتر در چادر سیاهش پوشاند و به سوی خانه و دری که هما بدان اشاره کرده بود راهی شد. زنگ در خانه را به صدا درآورد. هنوز لحظه نگذشته بود که صدای عاطفه مادر سیاوش را شنید که قبل از باز کردن در با اشتیاق میگفت سیاوش پسرم اومدی؟ آزادت کردن؟ در را باز کرد ولی با دیدن فروزان نومیدانه گفت بفرمایید خانم کاری داشتین؟ فروزان سلامی کرد و پرسید میبخشین خانم من با آقا سیاوش کار داشتم. عاطفه با شگفتی و در سکوت به او خیره شده بود و فروزان که متوجه تعجب مادر سیاوش شده بود ادامه داد نترسید خانم من از طرف یکی از اداراتی که پسرتون تقاضای کار کرده بود اینجا هستم. ایشون امروز مصاحبه داشت ولی در محل حاضر نشد. اومدم ببینم که علت حاضر نشدنش چیه. عاطفه که گمان میکرد فروزان با حمله صبح آن روز و بردن سیاوش ارتباط دارد با شنیدن این جمله با فریاد پرسید از کی تا حالا اگر متقاضی برای مصاحبه نیاد میان دنبالش؟ یعنی دولت اینقدر دلسوز ملت شده؟ یعنی اینقدر کار تو دم و دستگاهتون ریختی که کارمند و کارگر کم آوردین؟ و نگاهی کنجکاوانه به سرتاپای فروزان انداخت و ادامه داد نه باید کاسه زیر نیم کاسه باشه و شما داری دروغ میگید. ببینم اصلا نکنه شما با همونه که پسرمو بردن هم دستین؟ فروزان سراسیمه پرسید کی خانم؟ کی پسرتونو برده؟ و عاطفه دل شکسته
که تاب ایستادن نداشت روی زمین نشست و با اندوه آشکار پاسخ داد. صبح اول وقت بود. زنگ در خونه رو زدن. وقتی در رو باز کردم 3 نفر مرد که یکیشون لباس سپاهی پوشیده بود توی خونه ریخت و ما رو غافلگیر کردن. نفسی تازه کرد. همه جای خونه رو گشتن. نمیدونم دنبال چی و یا کی میگشتن. دست آخر وقتی به نتیجه نرسیدن از سیاوش پرسیدن که کجا قایمش کردی. ولی سیاوش که نمیدونست چه گناهی کرده و یا به چه کسی را پناه داده ازشون پرسید کی رو قایم کردم؟ از چی؟ از کی حرف میزنین آخه؟ مثل اینکه حرف سیاوش اونا رو بیشتر عصبی کرده بود، چون با شنیدن اون عین حیوانای درنده بهش حمله کردن و اونو زیر مشت و لگد گرفتن. منم که اینو دیدم خودم انداختم میونشون و روی سیاوش، ولی یکی از اونا که پیرتر از 2 تای دیگه بود منو با لگد به یک طرف پرت کرد و گفت سلیته ی حرامزاده، پس میندازی حالا هم میخواد جلوی ما رو بگیری سگ طولت رو نزنیم؟ در اینجا کمی به فکر فرو رفت و با تردید گفت قیافه پیرمرد خیلی برام آشنا بود، ولی هرچه فکر میکنم نمیدونم کجا دیدمش. مادر سیاوش نفسی تازه کرد، بغضش را فرو داد و ادامه داد. توی این گیرادار بودیم که صدای سیاوش را شنیدم که فریاد میزد مادر جلو نیا، این نامردا بهت رحم نمیکنن، جلو نیا. بعد از اینکه دیدن با مشت و لگد کاری از پیش نمیبرن، بچه‌مو کشون با خودشون بردن، بی رحم و حتی اجازه ندادن لباسش عوض کنه. زن بیچاره از هیچ چیز و هیچ جا خبر نداشت و نمیدانست که چرا پسرش را گرفته‌اند. او با درماندگی گفت هرچی ازشون پرسیدم کجا میبرینش، جرمش چیه؟ جواب نمیدادن. نمیدونم چه کار کنم. توی این دنیای بزرگ فقط سیاوش رو دارم. نمیدونم کجا برم و سراغش رو از کی بگیرم. فروزان که سعی داشت زن درمانده را آرام کند گفت قصه نخورین خانم، من و دوستام هستیم، کمکتون میکنیم. گوشیش را از کیفش بیرون آورد و ابتدا با هما که میدانست بیقرار شنیدن خبری از سیاوش در آشوب به سر میبرد تماس گرفت و خلاصه ماجرا را برای او گفت و در پایان افزود ببین تو هیچ کاری نکن، از جاتم تکون نخور، با افشین تماس میگیرم. عاطف هاج و واج به فروزان نگاه میکرد. با کنجکاوی از این زن غریبه چادری پرسید چی شده؟ با کی حرف میزدین؟ کی از جاش تکون نخوره؟ و پرسش های دیگری که ذهن و وجودش را در بر گرفته بود. فروزان که دلش برای مادر سیاوش میسوخت روی زمین نزد او نشست و شماره افشین را گرفت. افشین با نخستین زنگ گوشی را جواب داد. سلام فروزان، همه چیز رو به راه، کجایی؟ ببین من پیش مادر سیاوش هستم. امروز صبح ریختن توی خونهشون و سیاوشو با خودشون بردن. میتونی بیای بریم دنبالش بگردیم؟ آره عزیزم، امروز رو مرخصی میگیرم، آدرس بده میام سراغت. هنوز گفتگویش با افشین تمام نشده بود که هما را دید. او تحمل نکرده بود. آمد به درگاه خانه، نزد آن 2 روی زمین نشست و مادر محبوبش را در آغوش گرفت. عاطفه خود ماده شیری بود که تمام نیرویش را برای آزادی و مبارزه صرف می کرد، ولی هیچ کس از ماهیت واقعی فعالیتش خبر نداشت. او در حالی که همچنان اشک می‌ریخت با تعجب خود را از آغوش هما بیرون کشید و گفت شما کی هستین؟ من شما رو میشناسم. هما در پاسخ عاطفه اشک‌های او را پاک کرد و بیان داشت قرار بود روز همدیگه رو ببینیم و بشناسیم. توضیح بیشتری به شخص روبرویش نداد که روشن بود اکنون سؤال‌های گوناگون دیگری در ذهنش آمده و می‌خواهد بپرسد و بداند. او فقط گفت مادر جون، اینو بدونید که اون کسی که عزیز شماست عزیز منم هست، حتی عزیزتر از جونم. اینو بدون که تنها نیستی و ما سعی خودمونو میکنیم تا سیاوش رو پیدا کنیم. فروزان دست او را گرفت و به گوشه کشاند و گفت دختر تو دیوانه شدی؟ کدام ما؟ از چی حرف میزنی؟
و با پرخاش ادامه داد: نه خانم، تو هیچ کاری نمی کنی. فقط باید بری و خودتو یه جایی امنی برسونیم. سکوتی کرد و در فکر فرو رفت. ولی آیا در سرتاسر زادگاه و خاک عزیزم جای امنی وجود دارد؟ باز هم به سوی هما گفت: باید بری. هرچقدر دورتر بهتر. من و افشین هستیم. ولی تو خانم. انگشتش را به نشانه تأکید به سینه هما زد و تکرار کرد: تو باید بری. هما در پاسخ دوستش گفت: فروزان ببین، نداشتیم. سیاوش به خاطر من توی این درد سر افتاده و حالا نه برای خودم بلکه برای بچه‌ای که ازش در راه دارم باید پیداش کنم و اگه گرفتار شده نجاتش بدم. بالاتر از همه مادرشم به من نیاز داره. کجا برم؟ عاطفه که در مورد آن دو زن سیاه‌پوش کنجکاو شده بود از زمین بلند شد و داشت خود را به آنها می‌رساند که جمله آخر را شنید. پس از روی درماندگی دست به دامن آن دو زد و گفت: تو رو به هر کسی میپرستین بگین چه خبر شده؟ چرا پسرمو گرفتن؟ بعد هم رو به هما کرد و گفت: خانم، دستم به دامنتون. منظورتون از این که گفتین بچه او، منظورتون چیه؟ و با ناباوری مثل اینکه گوشهایش اشتباه شنیدن پرسید: راستش رو بگو، بچه کی؟ هما که دیگر توان پنهان کردن موضوع را در خود نمیدید، دست مادر سیاوش را گرفت و بر لبه ایوان نشست. پیش از شروع هر سخنی پرسید: میتونم مامان صداتون بزنم؟ و بدون اینکه منتظر پاسخی شود گفت: امیدوارم فکری بدی درباره من نکنید. نگاهی در چشمان او انداخت تا شاید بتواند واکنشی در آنها بیابد. سپس ادامه داد: من و سیاوش همدیگه رو دوست داریم و قصد داریم با هم ازدواج کنیم. فکر نکنید عشق ما هوا و هوسه. نه، چند سالیه که همدیگه رو میشناسیم. قرار بود بعد از اینکه کاری پیدا کرد بیاد خواستگاریم و این عشقمون رو به همه اعلام کنیم. لختی درنگ کرد و دوباره به چشمان او که در این هنگام 10 سال بی جواب را در خود جای داده بودند نگاهی انداخت. آب دهانش را فرو داد و از خود پرسید: آیا این زن ظرفیت خبر بعدی را که میخوام بهش بگم داره؟ فروزان افکار او را از هم پاشید و با اعتراض گفت: ازت خواهش میکنم ادامه نده هما جان، ادامه نده. ولی مادر سیاوش که گویی با شنیدن خبری در مورد پسرش جانی تازه گرفته باشد، با اشاره دست سخنان فروزان را قطع کرده دستان هما را در دست گرفت و با هیجان گفت: نه بگو، میخوام همه چیز رو در مورد تو و پسرم بدونم. شک و تردیدش با شنیدن حرفهای مادر سیاوش به یقین تبدیل شد. بنابراین رو به او کرد و با لکنت گفت: من از سیاوش باردار شدم. با گفتن این جمله افکارش به 3 ماه پیش پر کشید، به روزی که در همین خانه او و سیاوش برای اولین بار ما بودن یکی شدن را تجربه کرده بودند. آن روز سیاوش همه پرده های اتاق را کشید. در تاریکی لذت بخشان تنها نور شمعی روشنایی بخش اتاق می شد که همراه با عطر و احساس عاشقانشان فضای رمانتیک و رویایی را برایشان فراهم کرده بود و آن را جاودانه ساخته بود. هما محو حالت شاعرانه اتاق شده و با لبخندی از رضایت گفته بود: چقدر زیباست. هرگز فکر نمی کردم اینقدر احساساتی باشی. بگو ببینم استاد فلسفه و عشق، کجا این چنین زیبا رمز و راز شیدایی را فرا گرفتی؟ و سیاوش لبهای گرم او را با بوسه‌ای بسته بود و پاسخ داده بود: این که چیزی نیست عشق من. برای تو اگه بخوای کوه را هم جابجا می‌کنم. این که چیزی نیست. و صورت هما را در میان 2 دست مردانه خود گرفته و چشمان آبی رنگش را که به خاکستری گراییده بود بوسه‌ای زده و با مهربانی ادامه داده بود: برای دوست داشتن نیازی به استاد و استادی نیست. دل وقتی سرکش شد
و از سینه بیرون زد. وقتی خودش را در گروی دیگری گذاشت و تپیدن با اونو زیبا دید، دیگه نیازی به تعلیم و تعلم نداره، چون خود برای خود استادی بی همتا میشه و به دل باختگان درس عاشقی میده. سپس سیاوش بوسه بر دستان او زده و او را آرامی به سوی بستر برده بود. هما نگاهی به بستر سیاوش که با گلبرگ‌های زیبای گل رز آراسته شده بود انداخت و گفت: هرگز این لحظه با تو بودن را با تمامی زندگیم عوض نخواهم کرد. مدتی بود درباره آن روز، درباره یکی شدن فکر کرده بودند و اکنون زمانش فرا رسیده بود. با این حال سیاوش در حالی که او را در آغوشش می‌فشرد پرسید: عزیزم آماده‌ای؟ و هما به جای هر گونه پاسخی دکمه‌های پیراهن محبوبش را باز کرد و سینه مردانه‌اش را به بوسه آراسته کرد و سپس هر دو لب بر لب در بستر رویاها فرو رفته و رها شدند. سیاوش بدن او را غرق بوسه می‌کرد و با هر بوسه گامی از خود دور می‌شد تا جایی که دیگر اویی وجود نداشت. خود را بر روی ابرها می‌دید. اینجا همان مکانی بود که نه آغازی داشت و نه پایانی. اینجا خود ابدیت بود. آن لحظه در هم آمیختن و یکی شدن بود. لحظه نوشیدن شراب حافظ. لحظه اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را، به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را. صدای عاطفه او را از خاطره و رویاهایش خارج ساخت. چی؟ بچه سیاوش؟ یعنی درست شنیدم؟ و با دقت در چشمانی که هر دم به رنگهای زیبایی در می آمدن زل زد و پرسید: سر به سرم که نمیذاری؟ هما در جواب آن زن درمانده و بیش از پیش بهت زد و گفت: نه، باور کنی جدی میگم. او با شرم و حیایی که سیمای زیبایش را در بر گرفته و زیباتر ساخته بود اضافه کرد: امروز میخواستم این خبر رو به سیاوش بدم. در اینجا عاطفه به میان حرفهای هما پرید و پرسید: تو کی هستی؟ خیلی شبیه خاطری از دوردست‌ها هستی. خاطری که خیلی زود به گناهی ناکرده به روش بادیه نشینان 1000 سال پیش کشته شد. سپس اشک چشمهایش را پاک کرد و گفت: تو را به جون سیاوش قسمت میدم. بگو کی هستی؟ پدر مادرت کی هستن؟ هما هاج و واج از اینکه عاطفه چه کار با پدر و مادر و اصل و نسبش دارد با ناراحتی گفت: از پدر و برادرم هیچ نپرس که اهریمن صفتانی هستم بی اصل و نسب، ولی مادرم. بغض گلویش را به شدت گرفته بود. روی زمین ولو شد و زار زار بنای گریستن گذاشت. مادرم، مولود عزیزم رو همین شیطان صفتی که به اسم پدر می نامندش با توطئه و دسیسه به دست نامردمانی که خیال می کردن از پاکترین مردم هستن سنگسار شد. مقابل چشمام سنگها از دست اون ناجوان مردها و خشک مقدسها به طرف مادرم روانه و پرتاب شدن تا اینکه به جز پیکری خونالو چیز دیگری ازش بر جا نگذاشتن. او همانند مار گزیده‌ای از درد به خود میپیچید و سخت میگریست. عاطفه با وجود دردی که از دستگیری فرزند در دل داشت، با دلسوزی و شفقتی آمیخته به ابهام به هما نظری انداخت و از او پرسید: گفتی نام مادرت مولود بود؟ بگو ببینم، نکن همون مولود دختر حاجی قاسم تاجر بزرگ تهران رو میگی؟ همونی که در مرکز تهران قرار داره؟ همونه میگم، درسته؟ هما شگفت زده به او نگریست و گفت: درسته، درسته، شما چطور؟ و به تته پته افتاده بود. از کجا و چگونه مادرم و خانواده اونو میشناس؟
هنوز حرفش تمام نشده بود که خود را در آغوش عاطفه دید. بازوان عاطفه او را به شدت در هم می‌فشردند. فروزان و هما که در انتظار نتیجه این پرس‌وجوها بودند، انگوش به دهان ماندند که چه شد، چه اتفاقی افتاد. پس از گذشت لحظاتی عاطفه در حالی که هنوز دستش دور گردن هما بود به سخن درآمد. میدونم حق دارید تعجب کنید. سرش را به سوی آسمان بلند کرد. ای خدا، تو کوچیکی یا دنیایی که ساختی اینقدر کوچیکه؟ ای خدا، تو کوچیکی یا دنیایی که ساختی اینقدر کوچیکه؟ با آهی به ژرفنای اقیانوس ادامه داد. من دختر خاله مولود هستم. پس از عروسی مولود هر گونه پیوند و رفت آمد خانوادگی ما علی رغم مخالفت مولود قطع شد. مولود و پرویز برادرم از کوچگی همدیگه رو دوست داشتن و این مهر به قدری زیاد بود که بالاخره خانواده مولود ازش خبردار شدن. یه روز با سبد بزرگی از گل به خواستگاری او رفتیم. اما چون پرویز به خدمت سربازی نرفته بود اونو بهانه کردن و عقد کوچک و بی سر و صدایی برپا کردن و قرار عروسی رو برای پس از پایان سربازیش گذاشتن. پرویز که سال دوم معماری رو در دانشگاه تهران میگذران حقیق میکرد. با وجود مخالفت خانواده، با خوشحالی و برای اینکه هرچه زودتر به مولود برسه دانشگاه را ناتمام گذاشت و خودش رو برای خدمت سربازی معرفی کرد. هنوز چند ماهی از اعزامش نگذشته بود که انقلاب شد و عاطفه با یادآوری آن خاطرات اشکش سرازیر شد. هما و فروزان با بهت و ناباوری چشم به دهان عاطفه دوخته بودند. پرویز توی یکی از روستاهای دورافتاده از اصفهان به عنوان سپاهی دانش به تدریس مشغول بود. او به پرچم کشورش و به میهن سوگند وفاداری خورده بود. به همین جهت دست از تبلیغ و بیان خدمات پادشاهش و بیدار کردن اهالی آن روستا و اعتراض به شورش‌های مردم و ملاها که شرود و شدید شده بود بر نمی داشت. برای همین هم به دستور ملای محل دستگیر و زندانی شد. اشک‌هایش را پاک کرد. قدری سکوت کرد و به آسمان نگاهی انداخت. گویی در آنجا به دنبال برادرش می‌گردد یا از خداوند عالم برای حق کشی‌ها و بی‌عدالتی‌ها استمداد و یاری می‌طلبید. و اندکی بعد مجدداً سر به زیر انداخت. شاید با خود می‌گفت این تضرع‌ها و التماس‌ها هیچ وقت به جایی نرسید. سپس شروع به شرح بقیه ماجرا کرد. با اینکه پدر و عموهایم برای اینکه بدونن چه بلایی سر پرویز اومده و چرا به زندان افتاده به محل خدمت او رفتن، ولی اولش هیچ خبری نه از زنده بودنش شنیدن و نه از مردنش. تا اینکه یکی از اهالی روستا که با پرویز دوست بود وقتی شنید خانواده پرویز به دنبال خبری از پسرشون به روستا آمدن، مخفیانه به دیدنشان رفت و برای آنها از ماجرای کشته شدن پرویز گفته بود. یه شب که تازه از پرویز جدا شده و هنوز چند متری بیشتر از خونه اش دور نشده بودم، سر و صدای زیادی شنیدم. کنجکاو از اینکه اون سر و صداها از کجاست به اون سو رفتم. بازگشتم. چند نفر از اهالی روستا را به سرکردگی ملا عبدالآخوند بدذات روستا دیدم که پشت در خونه پرویز جمع شدن. از دور اونا را تماشا می کردم. پرویز در خونه را باز کرد و بیرون اومد و باهاشون سلام و احوال پرسی و حتی همشون را برای صرف چایی به داخل خونه دعوت کرد.
ولی گروه نادون که حرفای ملا عبدال اونا رو کینه تو سر کرده بود داد و فریاد هیاهو میکردن که تو از تهران اومدی و فرزندان ما را از راه به در کردی، تو اونا رو با درس‌هایی که بهشون دادی از دین و خدا و بهشت خدا دور کردی. هر شب که خونه میایم روی کتاب قوز کردن و در حال نوشتن هستن. هرچی هم بهشون میگیم همراهمون بیان مسجد محل نمیان و میگن درس و مشق داریم. انگار نه انگار که مسلمون به دنیا آمدن و بچه مسلمونن، پاک همه چی یادشون رفته. فریاد میزدن. همین که پرویز خواست حرفی بزنه روی سرش ریختن، دست و پاشو بستن و روی زمین کشوندن و با خودشون بردن. خواستم برم جلو ولی دست تنها و یه نفری کاری از دستم بر نمی اومد. فردای اون روز دیدم که آوردنش توی مسجد ده و محاکمه‌اش کردن و چند روز بعدم کشتنش. پدر و عموهام بعد از شنیدن این ماجرا سراغ گور پرویز را گرفتن. اونم شبونه اونا رو به محل خاکسپاری پرویز برده و گفته بود اینجا قبر پرویز خدا بیامرزه و من فقط بعضی شبا میام اینجا براش فاتحه میخونم. و روی دست و پای پدرم افتاده و از او به خاطر اینکه نتونسته بود کاری برای پرویز انجام بده حلالیت خواسته بود. طفلکی پدرم هم اونو که روی زمین افتاده بود از جا بلند کرد و گفته بود آخه دست تنها که هیچ، حتی اگه چند نفرم با خودت داشتی کاری از دستتون بر نمی اومد. چون این طوفان دهشتناک رو کسی یارای مقاومت و دفاع نبود. همین بود. اگرچه گاهگداری تا پدرم زنده بود به اونجا و سر قبرش میرفت، ولی با مرگش دیگر نه کسی به آنجا رفت و نمیشد کاری کرد و جسدش را به اینجا آورد. دستمون از همه جا کوتاه شد، حتی از قبرش. عاطفه در برابر بهت و حیرت آن دو اشک‌هایش را باد و دستش پاک کرد. من و مولود جدای از اینکه دو دختر خاله بودیم، دوست هم بودیم و هرچه در دل داشتیم با هم میگفتیم. روزی از روزها که به دیدن مولود رفته بودم منو به پستو برد و رازشو برام فاش کرد. عاطفه من دیگه دوشیزه نیستم. او به گریه افتاده بود و میگفت با وجود پرویز خیالم راحت بود، ولی حالا که مدت هاست ازش بیخبر موندیم نمیدونم چی میشه. پس از مدتی عقد مولود را با پسر یکی از بازاریان بستن و شب زفاف داماد وقتی از راز مولود با خبر شد چنان قشقرق و هیاهویی به راه انداخت که عالم و آدم خبردار شدن. همون شب هم اونا به خونه پدرش پس فرستادن. پدر و بستگان پدری مولود برای حفظ به گفته‌ای آبروی خود بعد از طلاقش که بدون کوچکترین درنگ انجام شد دنبال شوهری برای او برآمدند. جستجوهاشون از همه طرف ادامه داشت تا اینکه یه روزی عموی او که با پدر رحیم پدر هما آشنا بود، اونم تازه زنش از دست داده بود و 2 پسر کوچیکم از سرش داشت، متفقاً به خونه رحیم رفتن. عموی مولود هم با دادن مبلغی هنگفت بهش پیشنهاد ازدواج با مولود را داد. رحیم هم از خدا خواسته قبول کرد و فوری ترتیب ازدواج مولود بخت برگشته با آدمی که به جز ایستادن سر کوچه کار دیگری نداشت داده شد و خودتون هم که بقیه سرنوشت شوم اونو میدونید. عاطفه نگاه به هما انداخت و او را محکمتر در آغوش خود گرفت. پی در پی او را میبویید و میبوسید. فروزان داشت 2 شیرزن استوار و مقاوم را در برابر خود میدید. زنانی که درد و غمشان آنها را به هم پیوند داده بود. یکی بوی پسرش را با در آغوش کشیدن دیگری جستجو می‌کرد و دیگری بو و حس مادری را که سالها پیش از دست داده بود در آغوش و وجود دیگری می‌جست. زبانش قادر به توصیف صحنه‌ای که 2 زن در مقابلش عشق را بازی می‌کردند نبود. فقط ایستاده بود و آنها را تماشا می‌کرد.
سرانجام پس از دقایقی به خود آمدن هما سر برداشت و شروع به صحبت کرد. همش تقصیر منه که اون دیو صفتا سیاوش عزیزمو بردن. فکر میکنم کار پدر یا برادرم. هما بغضش را فرو داد و نگاهی به چشمان عاطفه کرد. فکر میکنم کار پدر یا برادرامه. باور کنی نمیخواستم چنین اتفاقی برای سیاوشم بیفته. اون عزیزترین کسی که تو این دنیا دارم و برام باقی مونده. عاطفه به سخن درآمد و گفت درسته، میدونستم اونو جایی دیدم. من پدرتو فقط نیم نگاه اونم شب عروسی مادره دیده بودم و قیافش یادم نیست. وگرنه اگه اونی که به من حمله کرده بود و میشناختم توف توی صورت بی غیرتش میانداختم. هما که به عاطفه نگاه میکرد گلوی صاف کرد و گفت آره، اونی که شما را زیر لگد گرفته بود پدر نامرد من بود. و آنگاه فکری به نظرش رسید و گفت تنها یک راه میمونه. اونا منو میخوان، پس میرم خودم و بهشون تسلیم میکنم. بذار هر بلایی میخوان سرم بیارن. قبل از اینکه فروزان و عاطفه چیزی بگویند و یا بتوانند جلوی او را بگیرند به سرعت از جا بلند شد و با یک خیز خودش را به چهارچوب در رسانید که افشین را روبروی خود دید. افشین لحظاتی پیش رسیده بود ولی سر کوچه با دیدن یک موتور سوار تصمیم گرفته بود تا برای اطمینان از وضعیتش تا ته کوچه برود و برگردد. او همین که دستش را روی زنگ در گذاشت هما را که در حال باز کردن در و رفتن و عملی کردن تصمیمش بود در مقابل خود دید. فروزان که هرگز چنین انتظاری از دوستش نداشت و دوستش را پیرو چنین احساساتی نمیتوانست تصور کند، شتابان در پی او روان شد تا پیش از اینکه دیر شود جلوی هما را بگیرد. ولی وقتی چشمش به افشین افتاد نفسی از ته دل و به راحتی کشید و ایستاد. در عرض چند لحظه افشین را در جریان همه اتفاقات قرار دادند. پس از گفتگو با یکدیگر تصمیم گرفتند تا به پاسگاه نیروی انتظامی رفته و ته و تو قضیه را در بیاورند. همگی سوار اتومبیل شده و به نزدیکترین پاسگاه آن حوالی رفتند. فقط افشین و عاطفه به درون پاسگاه رفتند و موضوع گم شدن و ربودن سیاوش را با رئیس کلانتری در میان گذاشتند. او پس از شنیدن گفته‌های آنها به آنها رو کرده و گفت ببینید اینا رو از روی دوستی بهتون میگم. سپس نگاهی به دور و بر خود انداخت و وقتی اطمینان پیدا کرد کسی صدایش را نمیشنود به توصیه خود ادامه داد از من میشنوید دیگه دنبال کارو نگیرید چون خودتونم توی دردسر بزرگی میافتین. میدونین روزی چند تا از این شکایات به دست ما میرسه؟ البته او برای این سوالش منتظر پاسخی نبود. پس فقط درنگی کرد و دستی به سبیل پرپشتش کشید و گفت و هیچ سرانجامی هم ندارن چون از طرف مقامات بالاتری حمایت و هدایت میشن. پس وقت خودتون رو تلف نکنین و دنبال قضیه رو نگیرین. با این حال من اسمش رو به عنوان گم شده اعلام میکنم و همراه با عکسش به بقیه حوزه ها ارسال میکنم. اگر خبری شد حتما شما را هم در جریان قرار میدم. عاطفه ناامید به همراه مرد جوانی که به کمکش شتافته بود پاسگاه را ترک کرد. با خود فکر میکرد اگر بلایی سر پسرم اومده باشه چی و به یاد بچگی های سیاوش افتاد. همیشه وقتی از مدرسه برمیگشت سرش رو روی سینه مادرش میگذاشت و میگفت مامان بهت قول میدم خودم رو به جای برسونم تا بتونی بهم افتخار کنی. قول مردونه میدم. و عاطفه فقط میخندید و در جواب پسرش میگفت مرد کوچک من در این شکی ندارم عزیزم ولی بدون که در همه حال همیشه دوستت دارم و پشتیبان تو و روزی هم پشتیبان خانواده‌ات خواهم بود. باز در این اندیشه فرو رفت که سیاوش عزیزم چه مردانه در همه جا روی حرفت ایستادی. نمیدانی چقدر بهت افتخار میکنم.
یادش به شبی افتاد که سیاوش آنها را که در زیر زمین گرد هم آمده بودند و برنامه‌های مقاومت آتی را پیریزی می‌کردند غافلگیر کرده بود. ولی حالا چی؟ حالا چی میشه؟ با خودش گفت حالا نوبت منه. باید قولی را که به پسرم دادم ادا کنم و مهمتر از آن یادگار مولود دختر خاله‌ام و عشق پرویز. شاید دیگه پسرمو نبینم. ولی تنها من نیستم. مثل من هزاران نفر وجود داره. ما مادر به دنیا اومدیم تا اوج استقامت و ایثار مادرانمان را در تنگناترین و مشکلترین لحظات زندگی و تاریخ نشون بدیم. عاطفه روی صندلی ماشین کنار دختری که تازه پیدا کرده بود جای گرفت و قبل از اینکه کسی سخن آغاز کند رو به هما کرد و گفت دخترم، روزی سالها پیش بین من و سیاوش قولی رد و بدل شد. ازت میخوام نگران هیچی نباشی، چون اگه امروز پسری از دست دادم ولی دختری پیدا کردم، اونم دختری که از پوست و خون مولودمه. بین فروزان و افشین نگاهی رد و بدل شد. عاطفه داشت میگفت مطمئن باش تلاشه خودمو میکنم، همه تلاش خودمو میکنم با همه وجود تا از تو و فرزندی که هم خون منه ولی توی شکم تو جا گرفته به خوبی نگهداری کنم. خیالش به سالهای دور پر کشید. 17 سال بیشتر نداشت که همراه با پدر و مادرش از خرم‌آباد به تهران آمدند و در آنجا سکونت گزیدند. عاطفه به سبب خلق و خوی خوشی که داشت به زودی توانست در مدرسه دوستانی برای خود پیدا کند. روزی که برای اولین بار سیامک پدر سیاوش پسر سبز روی جنوبی را سر راه خود دیده بود پر کشید. او و دوستانش نسترن حال و سیمین داشتن از مدرسه به خانه باز می گشتن که او را دیدن. او مدتی بود که سر راهشان می ایستاد و با دیدنشان به دنبالشان روانه می شد و پس از پیمودن مسافتی راه دیگری را می گرفت و می رفت. دخترها چون نمی دانستن کدام یک از آنها دل این سبز روی را برده است، یک بار قرار گذاشتند تا از هم جدا شوند. بدین صورت می توانستند بفهمند کسی که حرارت آفتاب داغ جنوب را در تنشان پاشیده دل در گروی کدامین گذاشته است. آری، او چشم و دل در حلقه عشق عاطفه داشت. بعد از آن و هر زمان که سر راهش قرار می گرفت تا عاطفه قصد می کرد به سوی او رود، سیامک با تمام شیطنت و پررویی‌اش از خجالت سوق می شد و از مقابلش به سوی دیگر فرار می کرد. او احساسی در وجودش پدیدار شده بود که با دیدن سیامک شدت می گرفت. علتش را نمی دانست، ولی با دیدن او به یاد قصه های مادر بزرگ می افتاد که از فرهاد داستانها تعریف می کرد. روایت این که چگونه دل در گروی عشق شیرین نهاده و با تیشش در دل کوه نهری عذاب ساخته و در غم هرگز ندیدن محبوبش جان باخته بود. تا اینکه عاطفه یک روز دل را به دریا زد و خودش را در پس کوچه پنهان نمود و یک بار جلوی سیامک را گرفت. او را غافلگیر کرده بود و مقابلش ایستاده از او پرسید میشه بگی از جون من چی میخوای؟ میدونم کدوم مدرسه میری یا میخوای بیام تو مدرسه شکایتی رو بکنم؟ سیامک که هرگز فکر نمی‌کرد محبوبش که برای ماها دل و دینش را رو بوده بود او را غافلگیر کند، به تته پته افتاد و گفت آخه چه جوری بگم؟ تو قول بده عصبانی نشی، تو مدرسه من نیای و کسی را سر وقتم نفرستی تا بگم. عاطفه هم با شیطنت گفته بود خیلی خوب بگو چیه، قول میدم. و سیامک لب به سخن گشوده از دلش گفت ازت خوشم اومده و میخوام بیام خواستگاریت.
عاطفه که او نیز در این مدت کوتاه دل بر او بسته بود، لبخندی بر لبانش پدیدار شد و با خوشحالی جواب داد: خب این که خوبه، ترس نداره که، همون اولش میگفتی. و چشمکی به سیامک زد و ادامه داد: اینطور که معلومه منم از تو خوشم اومده. چشمک دیگری به او زد: بگو ببینم کی میخوای بیای؟ این که دیگه من و من کردن نداشت. سر راست میگفتی عاطفه، گلوم پیشت گیر کرده، میخوامه. سیامک در پاسخ گفت: اولش این که عاطفه خانوم، خواستم نظر شما رو بدونم و بعد پدر و مادرم رو بفرستم خواستگاری. سیامک سال آخر دبیرستان را می‌گذرانید. تنها فرزند خانواده‌اش بود. پدرش راننده اتوبوس تهران بندرعباس بود و مادرش هم به خانه‌داری مشغول. از عاطفه پرسید: اگه بیام خواستگاریت بهم که نه نمیگی؟ و نگارش در کمال سادگی و پررویی جواب داد: البته که نه نمیگم. میخوای آدرسمو بهت بدم؟ ولی سیامک پاسخ داده بود: نه، آدرس تو خودم میدونم. شب جمعه میام خونتون. عاطفه تمام راه را تا خانه دوید و با خوشحالی جریان را با مادرش در میان گذاشت. هنوز 1 ماه نشده به عقد همدیگر در آمده بودند. با صدای بوق ممتد اتومبیل پشت سر به خود آمد و مثل اینکه چیزی به ذهنش خطور کرده باشد رو به هما کرد و گفت: هرچند با همه وجودم دلم میخواد تو پیشم بمونی، ولی امکان نداره چون اونا بازم برمیگردن. سپس آهی از ته دل کشید و گفت: اصلا اگه اونا دم در خونه منتظر باشن چی؟ نه، درست نمیبینم تو با من بیای. نگاهی به 2 همراه دیگرش انداخت و گفت: اگر کسی دیشب سر وقت شما نیومد، دلیلش اینه که کسی از آدرس و رابطه دوستی شما خبر نداره، مگه نه دخترم؟ هما که هنوز دستهای گرم و مهربان عاطفه در دستهایش بود پاسخ داد: آره، هیچ کس از دوستی من و فروزان خبری نداره. عاطفه رو به فروزان کرد و گفت: اگه ممکنه هما برای مدت کوتاه دیگه‌ای هم پیش شما باشه تا اونو بفرستم بندرعباس، پیش یکی از آشناهای دورم و از اونجا ترتیب خروجشو بدم. توی این مدت هم اگر سیاوش برگشت اونم پیش هما میفرستم. فقط تا اون موقع با شما باشه و مراقبش باشید. پس از آن از افشین خواهش کرد تا گوشه نگاه دارد و قبل از اینکه از ماشین پیاده شود گفت: از امروز که شنبه است هیچ کدام با من تماس نگیرید تا جمعه شب. نگاهش به دور دستها دوخته شد. جمعه شب ساعت 10 شب همینجا. رویش را به سوی افشین برگردان و گفت: پسرم، تو خود تنها بیا. اگه خبر خاصی اتفاق نیفتاده بود، من چراغ بالای سر در خونه رو که همیشه تا صبح روشن نگه می‌دارم خاموش می‌کنم. و بعد تأکید کرد: یادت نره اگر چراغ خاموش بود یعنی امنه و میتونی بیای. و با اطمینان ادامه داد: روبروی خونه یک درخت کاجه. پای درخت یک پلاستیک به ظاهر کهنه و پوسیده می‌بینی. توی اون آدرسی و مبلغی پول برای خرج مسافرت هما می‌گذارم. برمی‌داره و بدون هیچ واکنشی به راحت ادامه میدی. پس از اینکه سفارش‌ها و گفته‌هایش را چندین بار تکرار کرد، هما را در آغوش گرفت و آنها را که در برابر عظمت و بزرگواری این زن غرق حیرت شده بودند تنها گذاشت. عاطفه سالها پیش پدرش را از دست داده و خانه کوچکی را که به او رسیده بود فروخته و پولش را برای سیاوش در بانک گذاشته بود. اینک او می توانست قسمتی از این پول را برای رهایی هما استفاده کند و او را توسط آشنایانش به خارج از کشور و جایی که در امن و امان باشد بفرستد و باقی پول را هم برای فرستادن سیاوش به سوی دلدارش هزینه کند. افشین راه خانه فروزان را در پیش گرفت. پس از نیم ساعت همگی در اتاق نشیمن نشسته و در فکر بودند. فروزان نگاهی به دوستش که چند ماه پیش برای اولین بار در کتابخانه دانشگاه دیده بود انداخت. خودش هم نمیدونست که چرا به طرف این دختر کشیده شده بود. شاید به جهت رنگ چشمانش که همواره غم عظیمی را در خود جای داده بود و یا چون او را که میدید
او را میدید که همیشه بر روی یک صندلی قهوه‌ای رنگ در گوشه‌ای مینشست و در حال خواندن بود. گویی به جز این صندلی جای دیگری نه در این کتابخانه که در هیچ کجای این دنیا نداشت. شاید هم به دلیل این بود که همواره تنها و غرق در خویشتن خویش بود. روزی با تصمیم یکباره به سوی او رفت و سر صحبت را با او باز کرد. ببخشید سلام، من فروزانم. میتونم اینجا بشینم؟ قول میدم مزاحم خوندنتون نشم. و او با لبخندی به او نگاهی انداخته بود، حاکی از این که البته که میتونید بشینید، نه اصلا مزاحم نیستید، بفرمایید. و از آن روز دوستی عمیقی که هرگز تصور نمی‌کرد روزی آبستنی چنین حوادثی باشد بین آن دو شکل گرفته بود. با صدای افشین که میگفت شما رو نمیدونم، اما من که خیلی گرسنمه، حتم دارم شما هم گرسنتونه، میرم از بیرون چیزایی بخرم و بیارم. افشین که دید فروزان همچنان سکوت کرده و در دریای از اندیشه فرو رفته است گفت فروزان، شنیدی چی گفتم؟ فروزان به خود اومد. افشین که دید همه سکوت کردن فروزان را بوسید و گفت تا نیم ساعت دیگه برمیگردم. هما با دیدن بوسه دلنشین آنها تصورش به دومین بار که با سیاوش تنها شده بود پر کشید. وه که چه زیبا و گرد و شاعرانه لبانش را به بوسه گرفته بود و او چه آسان در او گم شده بود. آه، بگذار تا گم بگردم در تو، کس نیابد ز من نشانه ای ز تو. آن دو مدتی در سکوت به سر بردن تا اینکه هما رو به فروزان کرد و گفت ببین نمیتونم یه گوشه بشینم و کاری نکنم، باید بدونم سیاوشم کجاست، باید پدر بچه‌م رو پیدا کنم، تو که منو میشناسی. نمیتونم ساکت بمونم. و با شدت زد زیر گریه. فروزان میدانست که این گریه ضعف و درماندگی نیست، این گریه فریاد دادخواهی و عدالت جویی، فریاد مظلومیت بود. فروزان به طرف او رفت و دستانش را به مهربانی در دست گرفت، اشکهایش را پاک کرد و گفت عزیزم گریه کن تو سبک شی. ولی او اشکهای روان شده برگونه‌اش را پاک کرد و جواب داد نه، نمیخوام سبک شم. باید همه اینا رو توی خودم نگه دارم تا بدونم روی پا بایستم. نمیخوام هرگز ذره ای از ستمی را که به ما میشه فراموش کنم. نگاهی به چشمان فروزان انداخت و گفت شاید باور نکنیم و یا شایدم فکر کنی دیوونه شدم، ولی همه اینها به من توان و قدرت میده. و یاد روزی که او و سیاوش تصمیم گرفته بودن بچه دار شون افتاد و سپس ادامه داد فکر نکن باردار شدن من از سیاوش تصادفی بود، نه، این طغیان و شورش من نسبت به پدر و برادرامه. اشکاشو پاک کرد. نسبت به جامعه‌ای که داخلش نفس کشیدن به دست خودت نیست، دوست داشتن گناه به شمار میره و مجازات داره. هما به شدت به نفس افتاده و عصیان وجودش را پر کرده بود. سرکشی علیه نابرابری و تبعیض و فساد، تناقض و فسادی که صیغه را حلال و دوست داشتن و عشق دختر و پسر و دیدارشان را حرام اعلام کرده و جرمش زندان و شلاق شده بود. او از همه اینها گفت و دست آخر اضافه کرد ببین فروزان، میدونم که یه روزی به دست اون کشته میشم، ولی بهت قول میدم اول بچه‌مو صحیح و سالم به دنیا میارم و بعد اگرچه دوست دارم زنده بمونم و این میوه عشق پاک را بزرگ کنم، اما دیگه مهم نیست چه اتفاقی برام میفته. چشم به چشمان فروزان دوخت و دستهای او را در دست گرفت و با حرارت گفت میخوام یه قولی بهم بدی. فروزان خواست چیزی بگوید ولی هما انگشت بر لبای دوستش گذاشت و گفت بگذار حرفم تمام بشه. خواهش میکنم زمانی که بچه‌مو به دنیا آوردم باید پیشم باشی و اونو با خودت ببری و اگه عاطفه بود اونو به دست اون بسپاری. اشک از چشم‌های ابریش سرازیر شد. هما از شدت ناراحتی نمیدانست چگونه با فروزان گفتگو بکنه. نمیدونست
چی بهش بگه؟ ضد و نقیض بود گفته‌هاش. نمیدونست در چه وضعیتی به سر میبره و در آینده چه وضعیتی براش پیش خواهد آمد. دستان فروزان را در دستهای سرد و لرزانش فشرد. آخه اون یادگار و پاره از وجود پسرشه و بهش آرامش میده. ولی اگه اون تا اون موقع زنده نبود، ازت میخوام بچه‌مو خودت بزرگش کنی. بینیش را بالا کشید. فروزان غافلگیر شده بود. اول فکر کرد تا به نحوی به او آرامش دهد، اما این را می‌دانست که کار بیهوده‌ای است. دست‌های هما را در دست‌هایش با محبت فشار داد. در چشم‌های او نگاه کرد و گفت: بهت قول میدم، ولی خب میدونی که هرگز هیچ کس نمیدونه سرنوشت چی براش در نظر گرفته. برای همین هم امیدوار باش. هما در جواب او گفت: ببین دوست عزیزم که خیلی دیر ولی به موقع پیدات کردم. اینو خودمم خوب میدونی. اینو خودت. ببخش، من نمیتونم حرف بزنم. ببخش نمیدونم چی دارم میگم. فروزان سر او را در آغوش گرفت. بوسه‌ای روی پیشانیش گذاشت. اینو خودت هم خوب میدونی که هیچ راه فراری برای هیچ کس نیست. اینجا هر جاش را که قدم بذاری توی زندانی و رهایی از اون غیر ممکنه. زد زیر گریه. فروزان هم با اون همراه شد. نمیدونست چه کار کنه که هما رو دلداری بده و تسلی بده. ساعت دیواری اتاق نشیمن به نشانه ساعت 2 بعد از ظهر 2 ضربه نواخت. چند دقیقه بعد سر و کله افشین پیدا شد. افشین برای نهار 2 پرس پیتزای بزرگ با چند شیشه نوشابه خریده بود. هما پس از اینکه 2 تکه از پیتزا را خورد، به دلیل خستگی آن 2 دلداده را تنها گذاشت و به اتاق فروزان رفت. خودش را روی تخت رها کرد و به خواب عمیقی فرو رفت. پاسی از شب گذشته بود که از خواب بیدار شد. صدای فروزان از اتاق نشیمن می آمد. آرام به سمت آنها راه افتاد. پدر و مادر فروزان هم که از سر کار بازگشته بودند، داشتن با فروزان در مورد اخبار و حوادث روز گفتگو می کردند. سلام و عرض احترامی کرد. فروزان او را به عنوان دوست و همکلاسیش معرفی کرد و گفت: دوستم چند روز اینجا مهمون ماست. اشکالی که نداره. او به طرف پدر و مادر فروزان رفت و با آنها دست داد. مادر فروزان بوسه‌ای بر گونه هما زد و در ادامه صحبت دخترش گفت: خونه ما رو خونه خودت بدون و هیچ احساس غریبگی نکن عزیزم. هما از مهمان نوازی او تشکر کرد و آنگاه پیش خود گفت: هرگز خونه خودم به این راحتی نبودم، باور کنید. چند روز در بیخبری و نگرانی در انتظار تماس سیاوش سپری شد تا اینکه 2 روز قبل از قرار قبلی افشین و عاطفه در یکی از روزنامه‌های پرفروش تهران خبر کشف جسدی چاپ شد. آنطور که در خبر نوشته بودند هیچ کارت شناسایی همراه جسد یافت نشده است. پس از ظهر هما بدون اینکه به کسی چیزی بگوید از خانه خارج و به پزشک قانونی مراجعه کرد و خواستار دیدن جسد شد. پس از پر کردن فرمی او را به سوی سردخانه هدایت کردند. در اتاق بر روی چند تخت مخصوص اجسادی به چشم می‌خورد. تختی را که نزدیک پنجره بود به او نشان دادند. البته قبل از آن به او تذکر داده بودند که صورت جسد چنان مصلح شده که کسی قادر به شناسایی او نخواهد بود مگر اینکه نشانه مشخصی از جسد را شناسایی کند و نشان دهد که مربوط به همانی است که میشناسد. او در این لحظه به یاد خال زیبای روی کمر سیاوش افتاد، نشانی داد و گفت: روی کمر گم شده من یک خال مادرزادی به شکل قلب وجود داره. و به یاد آورد که چه بوسه ها بر آن قلب زده بود. احساس عشقی که نسبت به سیاوش داد او را بدانجا کشیده بود.
مسئول سردخانه پوشش روی جسد را به کناری زد و قدری آن را به پهلو برگرداند تا خال دیده شود. اگرچه نمی توانست از چهرهش او را بشناسد، ولی آری خودش بود. همان علامت، همان قلب دوست داشتنی به وضوح بر پشت سیاوش قابل مشاهده بود. بدن سیاوش عطر خاص گلهای وحشی کوهستان را داشت که تا حال دستی آنها را نچیده بود، هرچند تصویر آنها را فقط در کتاب‌ها دیده و ویژگی‌هایشان را خوانده و بدان طریق احساسشان کرده بود. هرگاه سرش را روی شانه‌های عشقش می‌گذاشت حسشان می‌کرد و هر بار نیز از حس خود به سیاوش می‌گفت و او با خنده پاسخ می‌داد که خوشحالم چون یک زمانی گم شدم، تو میتونی منو با رادار ویژه‌ات ردیابی و پیدایم کنی. نگاهبان سردخانه که خود هم طعم عشق را چشیده بود و نگاه عاشقان را خوب میفهمید و میخواند، به بهانه او را با دلداده از دست رفته‌اش تنها گذاشت تا با همدیگر خداحافظی کنند. او بود، خودش بود، سیاوش عزیزش، ولی بی‌شرف‌ها چشم‌های زیبایش را درآورده و زبانش را بریده بودند. صورتش را روی صورت له شده محبوبش گذاشت و با اشک‌هایش بی صدا آن را شستشو داد. سرش را همچون سابق روی شانه او گذاشت، گرچه دیگر ضربان قلب سیاوش را از درون شاهرگ گردنش حس نمی‌کرد، ولی هنوز می‌توانست بوی او را استشمام کند. بدن گرم سیاوش به تکه یخ تبدیل شده بود. کنار محبوبش دراز کشید و او را به سختی در آغوش خود فشرد تا شاید گرمای تنش را به او منتقل کرده و جان بگیرد. آرزو می‌کرد باز هم مانند گذشته دست سیاوش به دور او حلقه می‌شد و او را باران بوسه می‌گرفت. به دست‌های سیاوش نگاه کرد تا انگشتانش را غرق بوسه کند، ولی انگشتی از او نمانده بود. داشت از حال میرفت که به خود آمد و با خود گفت نه هما، تو باید استوار باشی و بمونی. این آخرین دیدار شماست، استوار باش. اشک بود که پهنای صورتش را پوشانده بود. لرزش خفیفی در بطن خود حس کرد. این اولین فریاد موجودیت و واکنش فرزندشان بود. بوسه مملو از عشق بر صورت محبوبش زد، در حالی که اشکهایش مجالی برای سکوت نمیداد و خود حدیثی مفصل را بیان می‌کردند. با نجوایی لطیف در گوش معشوقش گفت: عزیزم، به تبریک میگم، داری پدر میشی، ما داریم بچه دار میشی. گلویش را صاف کرد. تونستی اولین نشونه هایی بودنش رو حس کنی؟ اما سکوت غمزده‌ای فضا را پر کرده بود. بغض گلویش را گرفته بود. دل دارم، نمیخوای دستتو روی شکمم بذاری تا اونو حس کنی؟ باز هم سکوت و سکوت و سکوت. راستی میدونی با همدیگه فامیل در اومدیم و تو نوه خاله مادرم میشی؟ خوبه مگه نه؟ کاش بودی و تو این شادی هم با من سهیم میشدی. به یاد خال زیبای سیاوش افتاد. جسد برای هما سنگین بود، ولی با قدری فشار او را به پهلو برگرداند تا بتواند خالی را که بارها و بارها بر آن بوسه زده بود برای آخرین بار ببوسد. میخواست واپس این خاطره دلپذیر را از معشوق در جان و روحش بکشاند و در خود حفظ کند. طاقت جدایی نداشت، ولی میدانست باید برود. با اجبار و اندوهی سهمگین کشان سیاوشش را ترک کرد. به محض اینکه از جسم و جان فرو ریختش از سردخانه بیرون آمد، فروزان و افشین را در انتظار خود دید. گرچه بیخبر از آنها به اینجا آمده بود، ولی مگر عاشق جایی به جز بالین معشوق هم دارد؟ هما رنگ به چهره نداشت. چون روح سرگردانی شده بود، صدایش در نمی آمد. سر و پایش می لرزید. زیر بازوانش را گرفتن و به داخل ماشین بردن.
میخواست فریاد بزند، طغیان و فغان کند، ولی با خود گفت نه، باید به خاطر بچه‌ام قوی باشم، مگر نه اینکه مادرم حتی در اوج درد و ستم لب به اعتراض نگشوده و زرجه و زاری نزده بود. از همان روزی که برای اولین بار با سیاوش پیمان بستم، گرچه نمیدانستم سرانجاممان به کجا میرسد، ولی لذت یک لحظه با او بودن را با دنیای عوض نمی‌کردم. به یاد قطعه‌ای از فروغ فرخزاد افتاد. آری، آغاز دوست داشتن است، گرچه پایان راه ناپیداست. به پایان دگر نیندیشم که همین دوست داشتن زیباست. با خود اندیشید چنان که با معشوقش سخن میگوید. کاش برای همیشه در کنارت میماندم، ای تویی که همه سردی‌های زندگیم را با حرارت عشقت به گرمی رساندی. محبوبم، پس از تو هرگز دست دیگری مرا لمس نخواهد کرد. پس از تو لبهایم برای همیشه با بوسه بیگانه خواهد بود. پس از تو فقط و فقط تنهایی مونس روزهای غم زده و شبهای سردم خواهد بود. اشک پهنای صورتش را پوشانده بود. با دست اشکهایش را پاک کرد و زیر لب زمزمه کرد. گویی تو را در تمامی عمرم به وسعت شبهای تنهایی و بی کسیم و روزهایی که به دنبالت بودم می شناختم. تو را که در جای جای وجود ناشناخته‌ام آشیان گرفته بودی حس می کردم. تو در نهاد من سرشته شده بودی و من تو را با هر آه و هر دردم حس می کردم. در آخر نومیدانه با چشمانی که به اشک نشسته بود نالید، ولی زمانی پیدایت کردم که ناقوس تلخ مرگ تو را زودتر یافته بود. آهی از ته دل کشید و دوباره زیر لب زمزمه کرد و با تو بودن چه شیرین، چه شیرین، با تو بودن چه شیرین و اما چه کوتاه بود، چه کوتاه. دیگر تحمل نداشت تا احساساتش را در خود خفه کند. پس با صدایی بلند شروع به گریستن کرد. سیاوش عزیزم، منو ببخش. تو به من با ارزشترین و نفیسترین هدیه ها را دادی، ولی من برای تو مرگ و نیستی به ارمغان آوردم. زار میزد. سیاوشم، ای کاش تو مرا هرگز ندیده بودی. شاید اگر مرا ندیده بودی هنوز زنده بودی. فروزان او را در آغوش گرفت، ولی هیچ کوششی در آرام کردن او نداشت و به او اجازه داد تا در غم از دست دادن عشقش سوگواری و عزاداری کند و بسیار بگرید. به فکر فرو رفت، به این اندیشه که روزگار چه سرنوشتی را برای آنها رقم زده است. فردای آن روز زمانی بود که افشین با عاطفه قرار گذاشته بود، ولی آیا باز هم عاطفه با شنیدن خبر مرگ پسرش روی عهد و پیمانش خواهد ایستاد؟ تنها راه دانستنش انتظار بود و انتظار بود و انتظار. هما تمام شب را با خاطره سیاوش به صبح رساند و با خود زمزمه می کرد. عزیز از دست رفته‌ام، عزیز از دست رفته‌ام. هر روزی که می‌گذرد فاصله بین ما کم و کمتر می‌شود. این را می‌دانم که از دست قاتلین تو و خود رهایی نخواهم داشت، ولی می‌خواهم این نهار را که تو در بطنم کاشته‌ای با یاد و نام تو به دنیا بیاورم. سالها با خوابی راحت بیگانه شده بود. صبح روز بعد همراه با کسالت همیشگی خود از جا برخاست. بعد از گرفتن دوش آبی به نرم به آشپزخانه رفت تا برای خود فنجانی چای بریزد تا شاید سستی این سالها را از بدنش خارج سازد. دریغ آن که هر روز نیز بر رنج او افزوده میشد. پدر فروزان طبق معمول هر روز روزنامه صبح را خریده و آن را روی میز صبحانه قرار داده بود. هما با اشتیاق صفحه حوادث و گمشدگان را ورق می‌زد که در آن نوشته بود:
جسد مجهول الهویه شناسایی و به خانواده‌اش تحویل داده شد. سیاوش او بود که به عاطفه تحویل داده شده. پیش خود فکر کرد عاطفه به من نیاز دارد. بنابراین به طرف چادرش رفت تا بدون اطلاع پیش از بیدار شدن فروزان نزد عاطفه برود، ولی فروزان که از شب گذشته در تمام مدت بدون اینکه هما پی ببرد ولی فروزان که از شب گذشته در تمام مدت بدون اینکه هما بداند او را زیر نظر گرفته بود برخاست و به طرفش آمد. چادر را از دستش گرفت و با نگاه معنیداری به او گفت: ببین عزیز دلم، سیاوشو کشتن و تو با این کاری که میخوای بکنی نه تنها نمیتونی اونو برگردونی و زنده کنی، بلکه زندگی خود عاطفه و بچه‌ای که در راه داری را هم به خطر میندازی. اینو بدون که سیاوشم اینو از تو نمیخواد. فروزان حق داشت. یادش آمد که یک روز از سیاوش پرسیده بود چقدر منو دوست داری؟ و او چشمانش را با نگاهی که فقط او معنایش را میدانست به چشمانش دوخت و گفت: عزیزم، اینو میگم که بدونی تو رو به اندازه تمام زندگی هایی که پس از مرگم و دوباره به دنیا آمدن هایم خواهم داشت دوست دارم. تو رو به اندازه نیاز یک مجروح دم مرگ به جرعه‌ای آب دوست می‌دارم. و او چشمانش را با نگاهی که فقط او معنایش را می‌دانست به چشمان هما دوخته و گفته بود: عزیزم، اینو میگم که بدونی تو رو به اندازه همه زندگی هایی که بعد از مرگم و دوباره به دنیا آمدن هایم خواهم داشت دوست دارم. تو را به اندازه نیاز یک زخمی دم مرگ به جرعه‌ای آب دوست می‌دارم. تو را به اندازه زمانی که نوزادی برای اولین بار اکسیژن را در شش‌هایش حس می‌کند دوست دارم. با یادآوری سخنان پر از عشق و صفای سیاوش لبخندی بر لب‌هایش نقش بست. روی کاناپه نشست. برای دومین بار در بطن خود حرکتی حس کرد. گویی با این جنبش داشت به مادرش اعتراض می‌کرد. او به زبان بی زبانی داشت اعلام موجودیت می‌کرد و می‌گفت: می‌خواهم زنده بمانم. خب دوستان، ما با شخصیت‌های هما، برادراش و پدرش آشنا شدیم. بریم به شخصیت عاطفه برسیم، ببینیم که عاطفه کیه، گذشتش چی بوده و هر چیزی که در مورد عاطفه باید بدونیم و بدونیم. عاطفه. شب هنگام عاطفه که دیگر دستش از همه چیز و همه جا کوتاه بود، روی صندلی راحتی نشست. روزی که گذشته بود برای او پر بود از حوادث غیر منتظره. از یک طرف سیاوش عزیزش تنها یادگار عشقش را ربوده بودند و این را به خوبی می‌دانست که دیگر هرگز او را نمی‌بیند. و از سوی دیگر دیدار با محبوبه پسرش و خبر از وجود نوه‌ای که در شکم او در حال رشد و نمو بود. اندیشه هرگز ندیدن تنها جگرگوشش دل عاطفه را ریش ریش می کرد، ولی با خود تأمل کرد. من زنی پارسی هستم، دختری از دختران این آب و خاک. هرگز ضعف و زبونی را در خود نمیپذیرم. من نواده مادری هستم که پسرش را در زمان تسلط قوم مغول مقابل چشمانش به دار آویخته بودند و او با عظمت لحظه به لحظه افتخارآفرین پرواز و رهایی روح فرزندش را تماشاگر بود و خم به ابرو نیاورده و زبان به التماس نگشوده بود. من مادری برخاسته از خاک ایران زمین هستم. من مادر سهراب، مادر ندا، مادر ترانه، مادر منوچهر، مصطفی، سعید و مادر امیر ارشد و حامد هستم. آری، من مادرم و باید استوار بمانم. یادش آمد در یک روز غروب از فصل زمستان بود. سیاوش از راه رسید و او را در آغوش کشید و به او گفت: مادر، ازت خواهشی دارم.
و او بوسه‌ای بر چهره فرزندش زده و گفته بود تو جون بخواه عزیزم. ببین مادر، میخوام زمانی که خیلی احساس درموندگی و بی کسی کردی، اون زمانی که حتی منو هم نداشتی، زمانی که تونستی دردها و رنجهایی را که دیگر مادران دارن برای یک لحظه، فقط یک لحظه حس کنی، به یاد امشب و به یاد من بیفتی. ازت میخوام مانند همیشه صبوری کنی و اجازه ندی غم از دست دادن من تو رو از تصمیم و هدفی که داری باز نگه داره. و او با یک غم و اندوه در چشمان سیاوش نگاه کرد و به او قول داده بود عزیز دلم، پاره تنم، اگرچه نبودن و نداشتن تو برای من درست مانند نتابیدن خورشید، خشک شدن تمام آبهای سطح زمین، فوران تمام آتشفشانها خواهد بود، ولی بهت قول میدم دلبندم، بهت قول میدم. با یاد و خاطره سیاوش نیرو گرفت. آری، خون تمامی زنان قهرمان و ایثارگر اجدادم در رگ‌های من هم جریان دارد. ما همواره همچون پانتئا در صحنه نبرد پا به پا و دلاورانه در کنار همسران، فرزندان و مردانمان جنگیدیم و یا همانند آرتمیس جنگ را فرماندهی کردیم و سپس با خود اندیشید اگر سالهای آزگار نیست که ایران عزیزم در دست دشمن افتاده، مگر نه اینکه از ایران قفسی ساختن که تنفس ممتد در آن امکان نداره و مگر نه اینکه مادر وطن چنان با استقامت همواره مرگ فرزندانش را در طول تاریخ تماشاگر بوده، اما همچون کوه استوار و محکم بر جای مانده است. پس باید خود را آماده رویارویی با آنچه نمیدانم چیست بکنم. سپس خیالش به سوی غریبه هایی پر کشید که شاید در ظاهر بیگانه می نمودن، ولی عطر عمیق آشنایی را با خود به همراه داشتند. آری، معشوقه و فرزند سیاوش، اگرچه پسر نازنینش رفته بود، ولی برای او یادگاری زیبایی به جای گذاشته بود. یادگاری که خود از وجودش آگاهی نداشت، احساس گرمی و شوقی خاص به او دست داد. بایستی اونو به هر قیمتی هست نجات بدم. او باید زنده بمونه. دیر وقت بود. به سوی زیرزمین کوچک خانه به راه افتاد. پله ها رو یکی یکی طی کرد و در فضای اتاق جلوی صندوقچه کوچکی که با ترمه‌ای پوشانده شده بود ایستاد. آن جعبه تنها چیزی بود که از مادر برایش به جای مانده بود. یادش آمد هنگامی که دختر بچه بیش نبود، مادرش مدام پارچه ها و اشیایی را که ارزش معنوی داشتند در آنجا مخفی می‌کرد. عاطفه وقتی مادر را می‌دید که با چه اشتیاقی به سراغ این صندوقچه می‌رود و محتویات آن را برای لحظاتی لمس می‌کند و پس از اینکه آنها را به سینه‌اش می‌فشارد دوباره و با دقت تا می‌کند و سر جایشان قرار می‌دهد، با خود می‌گفت این صندوقچه جادویی که مادر بزرگ همیشه توی قصه هاش برام تعریف می‌کرد. پس روزی از مادرش پرسید مامان، برای چی هر وقت تو میای سر این صندوق یه جور عجیبی میشی؟ و مادر او را در بغل کشید و پرسید چجوری میشم دختر گلم؟ و به عاطفه پاسخ داد اینو همیشه از چشات حس میکنم. چشات برق خاصی میزنه که نمیتونم بدونم برای چی و نمیدونم چرا برای چی. و مادر عاطفه که گویی به گذشته‌های دور برگشته بود با مهربانی گفت این صندوق از مادر بزرگم بهم رسیده و لباسهایی را هم که دیدی توی اون نگه می‌دارم. یادگاری پدر و مادرم هستن. اگرچه ارزش مادی ندارن ولی برای من ارزش معنوی خاصی دارن. در اینجا بود که عاطفه از مادرش پرسید تا معنی مادی و معنوی را برای او بگوید. مامان جون، مادی یعنی چه؟ معنوی یعنی چه؟ دخترم، مادی یعنی این که بتونی اونا با پول بخریش، ولی معنوی این که از نظر احساسی و عاطفی برات با ارزش باشه. یعنی با قلبت اونو خریده باشی به قدری که پولش برات اهمیتی نداشته باشه.
یعنی اگه همه پول دنیا رو بهت بدن اونو نفروشی. سپس دستی به سر عاطفه کشیده بود و او را در بغل گرفت و گفت شاید هنوز نتونی اون چیزی که من میگم درک بکنی، ولی وقتی بزرگ شدی حتما متوجه منظور من میشی. و عاطفه همون روز با زبان شیرین کودکی‌اش به مادر گفته بود مامان این صندوقچه احساس رو روی جهیزیه من میذاری؟ و مادر که از شیرین زبانی دخترش خنده‌اش گرفته بود بوسه‌ای بر گونه‌های دخترش زده و پاسخ داده بود باشه عزیزم، این صندوقچه احساس هم مال تو. عاطفه پوشش از جنس ترمه را که به گل‌های سرکج منقش شده بود از روی صندوقچه به کناری زد، چفت قدیمی را که روی آن خودنمایی می‌کرد باز کرد و در جعبه را گشود. از ته آن دفترچه کوچکی را که ظاهراً بی‌ارزش و بی اهمیت می‌نمود بیرون کشید. دفتر پر بود از حروفی که در ظاهر معنا و مفهومی نداشتند، ولی در حقیقت اینها واژگان و اعداد و ارقامی بودند که به جز عاطفه شخص دیگری قادر به درک معنی و منظور آنها نبود. چشمانش با ولع خاصی واژه‌ای را جستجو می‌کرد. پس از لحظاتی کلمه‌ای را که به دنبالش بود پیدا کرد. سراغ تلفن رفت و شماره‌ای را گرفت. از آن سوی خط صدای مردی مسن و جا افتاده به گوش رسید. الو؟ عاطفه گفت سلام کاکو بهرام، میبخشی دیر وقت مزاحم شدم، یه خواهشی ازت دارم. کاکو بهرام پسرعموی سیامک بود و پس از پایان جنگ به همراه خانواده و تنی چند از دوستان از آبادان به بندرعباس مهاجرت و نقل مکان کرده بود. دوستان یه پرانتز اینجا باز کنم، من صدام امروز خیلی گرفته است چون من کووید که گرفتم آثار و علائمش و بدبختیاش یه وجود من مونده و هر زمانی که خستگی کوچکی دارم پیدا میکنم یا 10 دقیقه پیاده روی میکنم یا گفتگو میکنم صدام گرفته میشه و نفس کشیدن رو برام سخت میکنه. از این بابت پوزش میخوام و خواستم که در جریان باشید که چرا صدای من اینجور شده. با پوزش دوباره به ادامه داستان میپردازیم. او از دار دنیا یک لنج و یک 4 دیواری نزدیک و رو به دریا و به دور از چشم مردم داشت که هر آزگاهی میزد به دریا و میرفت به سوی دبی یا کشور دیگر حاشیه خلیج همیشه فارس. در حقیقت او در پوشش یک تاجر خرده‌پا افرادی را که جانشان از جانب رژیم در خطر بود از راه خلیج فارس فراری میداد و به جای امنی میرسانید. گاهی اوقات هم در مسیر برگشت اسلحه و مهمات سبک را برای ارائه و فروش به مخالفان رژیم با خود می‌آورد. کاکو بهرام گفت سلام عاطفه خانم، چه خبر؟ بازم مهمون داری برام میفرستی؟ عاطفه این بانوی هوادار خاندان پهلوی با همکاری زنان و مردانی که به نوعی از حکومت زخم خورده و مورد اعتماد بودند سازمان زیرزمینی کوچکی تشکیل داده بود. که در بیدار کردن مردم بسیار سعی و تلاش می‌کردند. علاوه بر آن مبارزینی را که حکم بازداشتشان صادر می‌شد و در عرض مدت زمانی معلوم باید خود را به دادسرا معرفی می‌کردند و یا زندانی و محکوم شده بودند و چند روزی اجازه مرخصی و خروج از زندان را داشتند، شناسایی و شبانه و مخفیانه با کمک راننده‌های کامیون به بندر می‌فرستاد. این گروه اوایل خیلی به سختی می توانستند با جلب اعتماد دیگران خبری از مبارزین کسب کنند. به ویژه که نزدیک شدن به افراد نیازمند به خروج از کشور کاری دشوار بود، ولی با گذشت زمان و گسترش سازمان و کمک‌های داوطلبانه افراد آزادیخواه روال کار آسان‌تر شده بود و روی غلطک افتاده بود. به این ترتیب که پس از مشخص شدن نام فرد بخت برگشته که بدون هیچ جرم و گناهی مورد تعقیب و اتهام و مجازات قرار گرفته بود، عاطفه برای خروج او از ایران با کوکو تماس می گرفت
و زمان و مکان و نقشه فراری دادن وی رد و بدل و تعیین میشد. روش کار بدین گونه بود که نیمی از رانندگان مورد اعتماد کاکو بهرام در راه بازگشت در محل و آدرسی که توسط وی به آنها داده شده بود فرد مورد نظر را سوار و در میان بار و کالاهای خود مخفی می‌کردند و به راه می‌افتادند. مأموریت رانندگان نیز فقط از طریق کاکو به آنها اعلام می‌شد و هرگز هیچ کدام تماس و ملاقاتی با افراد بان و تشکیلات تهران نمی‌داشت. البته همیشه عملیات فرار با موفقیت همراه نمی‌شد و گاهی اوقات و به دلایلی به شکست می‌انجامید. به گونه‌ای که فرد بخت برگشته گرفتار می‌شد و همراه با راننده به زندان می‌افتادند. خوشبختانه راننده‌ها که همگی از میان افراد آگاه و مبارز و سرسخت برگزیده شده بودند چنان از خود گذشته بودند که هرگز لب از لب باز نمی‌کردند و سخنی نمی‌گفتند، حتی اگر بر سر دار می‌رفتند. با رسیدن به بندر کاکو بهرام آنها را در کلبه‌ها و مخفیگاه‌های مختلفی که هر کدام نامی مشخص برای خود داشتند پناه می‌داد و سپس در زمانی مناسب و سر فرصت آنها را از مرز خارج می‌کرد. از محل این مخفیگاه‌ها فقط شمار اندکی که شامل خودش و ناخدا عبود که دوست و یار دیرینه‌اش بود آگاهی داشتند. عاطفه در جواب گفت آره کاکو یه مهمون خیلی عزیز میخوام برات بفرستم. حسابی ازش پذیرایی کن و با پوست و استخوانت ازش نگهبانی بکن. کاکو بهرام در پاسخش با لهجه شیرینش گفت مهمون حبیب خداست. حتما حالا کی میاد؟ تا چند روز دیگه. عاطفه جان خیالت راحت باشه. منتظرم. وقتی عاطفه خیالش از این بابت آسوده شد روی تخت دراز کشید و پیش خود فکر کرد. اگه میدونستم جان سیاوش در خطره اونم فراری میدادم. بله آیا او قبول میکرد تا از محبوبه‌اش دل بکنه؟ و دهها آیاهای دیگر ذهنش را به خود مشغول کرده بود. زمانی که سیاوش 10 سال بیشتر نداشت، عاطفه که از ابتدای سر کار آمدن حکومت با آنها مخالف بود، همیشه در این اندیشه و بر این هدف بود که چگونه میتوانست مخالفت خود را به صورت سازنده و کوبنده‌ای به فعلیت برساند و افرادی را با خود همراه و همگام نماید. تا اینکه یک روز وقتی به مدرسه سیاوش رفته بود در راه برگشت چشمش به زنی همسن و سال خودش افتاد. برایش خیلی عجیب بود چون احساس میکرد که او را میشناسد. دفتر خاطرات مغزش را ورق میزد تا شاید او را به یاد آورد. هنوز بر این جستجو در ذهن خود سیر و سفر میکرد که ناگهان آن زن به سویش آمد و او را به اسم صدا زد. عاطفه میبخشید شما عاطفه نیستین؟ و با شنیدن صدایی که سالها نشنیده بود پاسخ داد بله خودم هستم. خواست بپرسد شما که نامی در ذهنش جرقه زد و از آن پرسید ببینم تو نسترن نیستی؟ و هر دو همدیگر را در آغوش کشیدند و سپس از هر دری سخن گفتند و گفتند از زندگی، از ازدواجشان و در نهایت نسترن آدرس منزل خود را به او داد و از عاطفه قول گرفت تا به دیدنش برود. عاطفه نیز در یکی از روزهای سرد زمستانی پس از اینکه سیاوش را به مدرسه رساند سری به او زد. بعد از نوشیدن فنجان قهوه نسترن شروع به سخن گفتن کرد. عاطفه جون، زمانی که توی دانشگاه بودم با حامد که کردی میهندوست بود آشنا و با او به دنیای مبارزه و سیاست کشیده شدم. تا اینکه حامد در یک عملیات درون مرزی وقتی در برابر ظلم و ستم و کشتارهای سپاه و حکومت و رهایی میهن و هم میهنانمون به مخالفت بلند شده بود کشته شد. در همین حکومتی که از زمان به تثبیت رسیدن و قدرت گرفتنش از هر گونه ظلم و بیدادی نسبت به کردهای ایران
و هم میهنانمون دریغ نکرده بود و خیلی از آنها را به عنوان تجزیه طلب از همان اول تا حالا کشته و دسته دسته با فرمان خلخالی به جوخه اعدام سپرده شده بودند. سخنش که بدینجا رسید آهی از ته دل کشید و ادامه داد: از آن روز تا این زمان هرچند نمیتونم مثل حامد به جنگ رو در رو با سپاه و دشمن این مرز و بوم برم، ولی از راه‌های دیگه این کار رو دارم انجام میدم و حتی یک دم از آگاهی رسانی و روشنگری دست نکشیدم و نمیکشم. نسترن خیلی راحت و بدون هیچ هراس و دلهره‌ای با عاطفه در مورد مبارزاتش سخن میگفت و همین صداقت نسترن او را بر این داشت تا از آنچه مدت‌ها افکارش را به خود مشغول کرده بود سخن بگوید. بنابراین رو به نسترن کرد و پیشنهادش را به زبان آورد: نسترن، بیا با همدیگه کار کنیم و این مبارزات را گسترده تر کنیم. عاطفه در پاسخ به این پیشنهاد گفت: نسترن، من کس خدامه، ولی چگونه؟ از کجا شروع کنیم؟ خودت که میدونی میلیون ها نفر پشتیبان این حکومت هستند. نسترن گفت: عاطفه جون، اگرچه همونطور که گفتی بیشتر مردم برای این حکومت جلاد سینه چاک میدن، ولی همشون که نیستن. ما میتونیم دوتایی شروع کنیم و قول میدم که در عرض کمتر از 1 سال تعدادمون بیشتر بشه. و همان هم شده بود که نسترن گفت. سر سال با همت و تلاش این دو بانوی مبارز گروه 2 نفریشان به 5 نفر افزایش یافت تا جایی که پس از سالها توانستند محدوده عملیات سازمان را در سراسر مملکت گسترش دهند. و پس از آن دوستی و اتحاد آن دو شکلی عمیق‌تر و منسجم‌تر به خود گرفت. این گروه 2 نفره به هر روشی که ممکن میشد با پخش شبنامه‌ها ماهیت این حکومت را بر همگان افشا می‌کردند. گرچه بیشتر مردم به قصد بهش رفتن به چرندیات آخوندهای حکومتی گوش فرا می‌دادند، اما هنوز هم بودند کسانی که همانند عاطفه و نسترن از پیش می‌دانستند که فلسفه چنین حکومتی که از قبرستان و با کشت و کشتار آغاز شده هرگز قابل اعتماد نبوده و نیست و اگر پا بر جا بماند باز هم می‌کشد. پس به گروه کوچک و سریانها می‌پیوستند. خب دوستان، تا اینجا با شخصیت عاطفه و نسترن تا حدودی آشنا شدیم و در اینجا به شناسایی قهرمانی که نقش مهمی در این داستان داره خواهیم پرداخت و با او آشنا بشیم. اردشیر. شبی از شبها که عاطفه در بخشی از شهر در حال پخش کردن شبنامه بود، ناگهان صدای مردانه از پشت سرش او را به خود متوجه کرد. خانم، خواهش میکنم نترسید. من هم دل پری از این حکومت دارم، چون پدرم سرهنگ شهربانی بود و به گناه این که ساواکی بوده به دست این حکومت کشته شد و مادرم هم که داستانی دردناکتر داره که گفتنش کار این موقع خطرناک نیست. فقط خلاصه بگم که درد من درد همه جان سوختگانیه که به نوعی از برقراری حکومت ظالمانه نامردمان عزیز از دست دادن. من میل دارم کمکی برای آگاه کردن مردم و انتقام خون پدر و مادرم باشم. عاطفه او را با شک و تردید نگاه کرد و هر آن چشم به راه این بود که اون فرد ناشناس به سوی او یورش بیاره. ولی هنگامی که دید اون مرد همچنان ایستاده و کاری انجام نمیده و داره به عاطفه نگاه میکنه، اسمش را پرسید و او پاسخ داد: اردشیر هستم و چند ماهی میشه که در پی از دست دادن مادرم از آمریکا به ایران برگشتم و حالا هم در خدمت شما. عاطفه نام کامل پدرش را پرسید و به او گفت: اگه شماره تلفنی چیزی بهم بدی آخر هفته بهت خبر میدم.
و اردشیر نیز بلافاصله شماره‌ای را روی کاغذ کوچکی که از جیبش درآورده بود نوشت و به او داد. هنگامی که به خانه رسید از نسترن خواست به دیدارش برود و ساعتی بعد هرچند دیر وقت نسترن داشت به ماجرایی که اتفاق افتاده بود گوش میداد. هنگامی که سخن عاطفه به پایان رسید با تأمل گفت: این که ما نیاز به دستان بیشتری برای آگاهی رسانی داریم شکی نیست، ولی چگونه بدونیم که اون راست میگه و چگونه بهش اعتماد کنیم؟ عاطفه گفت راستش من اصلا به این موضوع فکر نکردم، ولی یکی از دوستای سیامک توی ساواک کار میکرد و تونسته بود از دست این جلادان خونخوار جان سالم به در ببره. الانم توی دبی زندگی میکنه. شماره‌اش رو به من داده تا اگه نیازی به کمکش داشتم یا هوای رفتن به سرم زد کمکم کنه. در این مورد میتونم ازش پرسجو کنم. فردای آن شب اولین کار عاطفه تماس با دوست سیامک بود. شماره او را گرفت. پس از خوردن چندین زنگ صدای امیر را شنید. الو، بفرمایید. امیر، من عاطفه هستم. و پس از پایان احوالپرسی گفت خواستم یه چیز ازت بپرسم. و سپس ماجرا را از سیر تا پیاز برای امیر گفت. امیر پس از لختی سکوت گفت اسمش به نظرم آشنا میاد، ولی بذار پس از اطمینان کامل خبرش رو بهت میدم. امشب خودم بهت زنگ میزنم. و خداحافظی کرد و گوشی رو گذاشت. اردشیر 27 ساله، هنگامی که 15 سال بیشتر نداشت برای ادامه تحصیلات و نیز یادگیری فنون رزمی و نظامی به امریکا فرستاده شد. او که در مدت چند سال برای خود استاد زبردستی شده بود و تمایل و قصد بازگشت به سرزمینش را داشت، روزی پیش از اوج گرفتن شورش‌ها با پدرش در این مورد گفتگو و مشورت کرد. ولی پدرش که از آشوب و بلوایی که در ایران آغاز شده بود آگاهی داشت، از پسرش خواست تا فروکش کردن این قائله بازگشتش را به عقب بیندازد. با پیروزی شورشیان که منجر به انقلاب و مرگ پدر شده بود، مجدداً آهنگ بازگشت و دیدار مادر در وجودش شدت گرفت که پس از پافشاری مادر بر منصرف نمودن او به ناچار در امریکا باقی ماند و آکادمی فنون رزمی مستقلی را دایر کرد و به آموزش آنچه در سالیان سال آموخته بود پرداخت. اردشیر تک فرزند و ثمره عشقی آتشین بود. پدرش فرهاد سرهنگ شهربانی منطقه قیطریه و مادرش فرنگیز بازیگر یکی از تئاترهای لاله‌زار بود. شب هنگامی که فرهاد با دوستان به دیدن نمایش لیلی و مجنون رفته بودند، او را که در نقش لیلی داستان بازی می‌کرد دید و از او خوشش آمد. پس از پایان بازی از مدیر سالن خواست تا لیلی صحنه را ملاقات کند. مدیر تئاتر که این درخواست برایش عادی بود، او را به پشت صحنه راهنمایی کرد. پشت در اتاق فرنگیز که رسیدن از او خواست منتظر بمونه و خود با انگشت 2-3 بار به در نواخت و در پی آن پرسید میتونم بیام تو؟ با شنیدن پاسخ مثبت فرنگیز به درون اتاق رفت و پس از لحظاتی برگشت و گفت میتونید برید تو. فرهاد داخل اتاق شد و خود را معرفی و سپس فرنگیز را به شام دعوت کرد. از آنجا بود که این عشق حتی با مخالفت خانواده فرهاد رشد و نمو کرد و به ازدواج کشیده شد. آنها خوشبخت بودند و آسمان زندگیشان با به دنیا آمدن اردشیر روشن‌تر شده بود. سالها در خوشی و شادکامی زندگی کردند. چند سالی بود که اردشیر را برای ادامه تحصیل به امریکا فرستاده بودند و گاه گداری یا خودشان به دیدار او می رفتند و یا او برای دیدار آنها به ایران می آمد. تا اینکه با به روی کار آمدن حکومت اسلامی هیولاهای انسان نما شبانه در خانه گرم و پرمهر آنها ریختند و پدر را با خود بردند. در یک شب دنیای فرنگیز واژگون شد.
او با پای برهنه به دنبالشان می‌دوید. تضرع و لابه می‌کرد تا محبوبش را رها کنند. فرهاد که حاضر بود بمیرد، اما بین شورشیان بر تخت نشسته التماس نکند فریاد زد: فرنگیس برو خونه، هرگز به هیچ عنوانی نشنوم به این ناجوان مردها التماس کنی. حاضر نیستم اشکت رو این بی همه چیزها ببینن. و همان شد و فرنگیس با دلی شکسته و اندوهبار به خانه بازگشت. به سراغ بخاری دیواری که قلبی بر روی آن به صورت گچبری نقش بسته بود رفت. عکس فرهاد را که بالای بخاری قرار داشت از قاب دور طلایی آن خارج کرد و در دست گرفت. همه خاطرات زندگی با فرهاد، چگونگی اولین آشنایی و پس از آن ایستادگی فرهاد در برابر فامیل و سرانجام جلب رضایتشان برای ازدواج با فرنگیس، همه را به یاد آورد و شیون سر داد. فرهاد من، کجایی فرهاد من؟ امشب اولین شبیه که از من دور هستی. فرهاد من کجایی؟ من چگونه بدون تو زندگی کنم؟ او پس از گریه بسیار خسته و درمانده به خواب فرو رفت. دمدمهای صبح غلطی خورد و به گمان آنکه فرهاد در کنارش آرمیده خواست او را مانند همیشه در آغوش بگیرد و همانند هر روز با بوسه‌ای صبح بخیر بگوید. ولی دریغا به یاد آورد که اهریمنان دلداده‌اش را دیشب با خود برده‌اند. دوباره فغان و گریه و زاری بود که امانش را برید. نمیدانست چه کند، به کجا برود و از چه کسی سراغ فرهاد را بگیرد. چند ماه پیش آنها خیلی راحت میتوانستند همچون دیگر دوستان و آشنایان از ایران بروند و زندگی شیرینی را در کنار اردشیر از سر بگیرند. ولی فرهاد نپذیرفته بود. به خاطر آورد که همه بستگان فرهاد با جدی شدن تظاهرات بار سفر را بسته و راهی خارج شده بودند. آنها هر قدر به فرهاد اصرار کرده بودند تا او را با خود همراه کند موفق نشده بودند. فرهاد با سماجت به آنها گفته بود: سوگندی برای حفظ میهنم نزد پادشاهم خورده‌ام که آن را هرگز زیر پا نخواهم گذاشت، حتی اگر به قیمت جانم تمام بشود. خود فرنگیس هم که کسی را نداشت و از زمانی که خود را شناخته بود به جز محیط پرورشگاه جایی برای خود نمی شناخت. چند روزی هیچ خبری از فرهادش نبود و سرانجام پس از 2 هفته به او خبر دادند که با پرداخت 1,000,000 می تواند برود و پیکر همسرش را تحویل بگیرد. فرنگیس در گاف صندوق را باز کرد. فرهاد با اوج گرفتن ناآرامی‌ها و آتش زدن بانک‌ها به دست شورشیان تمام دارایی‌اش را از بانک بیرون کشیده و در گاف صندوقی که خریده قرار داده بود تا سرمایه زندگیشان را از دست چپاولگران و سارقین ایمن نگه دارد. همه پول‌ها را که به صورت اسکناس‌های 1000 تومانی بسته بندی شده بود برداشت و آنها را شمرد. هنوز هم نیمی از مبلغ مورد نظر را کم داشت. می توانست به اردشیر زنگ بزند و از او بخواهد تا مابقی پول را برایش بفرستد. ولی با درهم برهم شدن اوضاع کشور و نابسامانی که در آن به وجود آمده بود هیچ راهی برای رسیدن به موقع آن پول نبود. از آنجایی که فرنگیس نمیخواست پیکر فرهاد حتی برای شبی دیگر نیز در سردخانه بماند، تنها راه را فروش جواهراتش دانست و با این اندیشه به سر صندوقچه جواهراتش رفت. در آن را باز کرد. صندوقچه پر بود از یادگاری‌های شیرین و نیز طلا و جواهراتی که سر سفره عقد از طرف خانواده فرهاد به او پیشکش شده بود و همچنین انواع طلاهایی که به مناسبت‌های گوناگون از خود فرهاد هدیه گرفته بود. با خودش گفت اینا بیشتر از 1,000,000 می‌ارزند و با این نیت از جایش بلند شد و راهی بازار طلا و در آنجا یک سر وارد فروشگاه حاج مرتضی، یکی از آشنایانی که همیشه از او طلا می‌خریدند شد. آهی بلند از ته دل کشید. یادش آمد
همین چند وقت پیش فرهاد برای روز تولدش گردنبندی از الماس از حاج مرتضی خریده و شب هنگام بر گردنش بسته بود. صندوقچه جواهراتش را روی پیشخوان گذاشت و گفت سلام حاجی، اومدم جواهراتم رو بفروشم. حاجی نگاهی به صندوقچه انداخت و در آن را باز نمود. با حرص و آزی فراوان به محتویات آن نگاه کرد. طمعکارانه پیش خود گفت باید تا اونجا که ممکنه تو سر مال بزنم. و نگاهی به فرنگیس کرد و گفت چرا میخوای بفروشی؟ فرنگیس گفت حاج آقا کار واجبی پیش اومده، برام نیاز دارم. حاج مرتضی خودش هم یکی از همان شورشیانی بود که برای بازگرداندن خمینی منحوس به ایران و به دست آوردن پست و مقام سرمایه گذاری زیادی کرده بود و اکنون با به ثمر رسیدن انقلابش با شادی خبرها را دنبال می کرد. خبر دستگیری فرهاد را نیز در روزنامه چند روز پیش خوانده بود. با تیتر درشت نوشته بودند دیشب سرهنگ فرهاد سنخته به اتهام مفسد و فی‌الارض به همراه چند نفر دیگر گلوله باران شد. این حیله‌گر سوجو رو کرد به فرنگیس و گفت صندوقچه رو با همه محتویاتش 400,000 تومان میخرم. فرنگیس گفت حاج آقا شما خودتون میدونید که دست کم 1,000,000 میارزه. با التماس به اون نگاهی کرد و گفت خواهش میکنم نیاز به 500,000 تومان دارم، دست کم 500 ازم بخر. حاجی بخیل که میدانست معامله چربی در پیش رو دارد و از سوی دیگر نمیخواست فرنگیس را از خود براند تا برای فروش جواهراتش به زرگری دیگری مراجعه کند و در نتیجه این معامله پرسود و منفعت را از دست بدهد، در حالی که میگفت اگرچه میدونم ضرر میکنم ولی باشه، به خاطر اینکه مشتری آشنا هستید قبول میکنم و 500,000 تومان بهتون میدم. به سراغ گاو صندوق رفت. پس از چند چرخش قفل به چپ و راست در آن باز شد. از میان دسته‌های اسکناسی که فضای داخل آن را پر کرده بودند 10 بسته 50 تومانی را انتخاب کرد و پس از بستن در گاو صندوق به سوی فرنگیس برگشت و آنها را روی پیشخوان فروشگاه گذاشت. فرنگیس با دلی شکسته و آهی که در گلو خفه کرده بود پولها را برداشت و جواهر فروشی را ترک کرد و یکسره به آدرسی که به او داده شده بود رفت. از مرد تفنگ به دست دمه در سراغ مسئول پاسگاه را گرفت. آن مرد بدون هیچ پرسجویی انگاری برایش عادی باشد با دست مردی چاق و گنده را با سبیلی چخماقی و ریش انبوه نشان داد که در گوشه ایستاده بود. او بدون هیچ سخنی به طرف او رفت. فرنگیس روی خود را تنگ پوشانده بود تا نگاه آن حرامی مزدور به چهره لبریز از غم و داغدارش نیفتد. پولها را روی میز گذاشت و گفت اومدم جسد همسرم رو تحویل بگیرم. بغض امانش را بریده بود. اشکش هر آن آماده سرازیر شدن بود، اما آخرین سخنان فرهاد به یادش آمد و آن را به سختی در سینه و گلو خفه کرد. مردک رذل و هرزه که معلوم بود از گروه لات‌های محلشان بود هوس‌بازانه با خنده شیطانی رو به او کرد و گفت حالا چرا خودتو پوشوندی؟ تا همین چند وقت پیش توی لاله‌زار ولو بودی و به همه میدادی. یعنی حالا دیگه برای ما حرامه؟ مگه نمیدونید شما برای ما غنیمت جنگی به شمار میان و میتونیم هر کاری دوست داشتیم باهاتون بکنیم؟ نیشش تا بناگوش باز شده بود و به فرنگیس نگاه میکرد. لرزشی سر تا پای فرنگیس را فرا گرفت و وحشت بر وجودش مستولی شد. با شنیدن سخنان آن حرامی لات بی سر و پا لرزشی سر تا پای فرنگیس را فرا گرفت. وحشت بر وجودش حکم فرما شد. منتها سعی کرد جلوی آن مردک رذل کم نیاورد. او که خام از بی شرافتی آن قوم دریده و هرزه بود گمان میکرد اگر هر جنایتی هم مرتکب شوند حداقل این یکی را نخواهند توانست. پس در جوابش گفت مگر در عهد بوق زندگی میکنیم که بتونی چنین کاری بکنی؟ فرومایه که در آن لحظه کارهای مهمتری داشت از جمله دستگیری و کشتن بیگناهانی که روزی در دستگاه امنیت و شهربانی و ارتش شاهنشاهی کار میکردند، در دل گفت سر وقت تو هم میاد، صبر کن، دیر نمیشه.
پولها را برداشت و فرنگیس را همراه یک تفنگدار به سردخانه فرستاد. دندانهای فرنگیس از غیظ و غضب و درد به هم میخورد. نمیدانست از سرمای زمستان است و یا از رنج باور کردن مواجهه با بدن سرد و یخزده عشقش. همان پیکری که شبهای سرد زمستانی به او گرما میبخشید و اکنون باید به خاک سرد گور سپرده شود. در سردخانه جسد فرهاد را در حالی که لای گونی پیچانده بودند به او نشان دادند. بخش زیاده از گونی را خون یخزده پوشانده بود. آهی از ته دل کشید و در دل گفت: عزیز دلم فرهاد، تویی که میهنت را آنچنان میپرستیدی این چنین سرنوشتت شد. بدا به حال این خیانت پیشگانی که چنان با شما کرده و میکنند. قطرات اشک چشمانش را پوشان، با گوشه چادرش آنها را پاک کرد. سپس با تکان دادن سر برای مأموری که با او فرستاده شده بود فرهاد را شناسایی کرد. پس از انجام بقیه کارها و گرفتن پیکر فرهاد و قرار دادن آن در یک وانت همراه جسد راهی بهشت زهرا شد. در بهشت زهرا تند و تند شستشویی به تن بیجان فرهاد دادند و در نهایت او را در گوشه خلوت و دور از چشم به خاک سپردند. وقتی کار خاک سپاری تمام شد و کارگران آنجا را ترک کردند، فرنگیس کنار گور فرهاد نشست و شیون سر داد. اردشیرم، خونه نیستی ببینی آشیان پدرت فقط یک گور شد. خوبه نیستی ببینی چطور سینه‌اش را با گلوله های این جانیان دریده شده. کجایی که بدونی از این پس این خاک پدر توست و هر زمان دلمان برایش تنگ شد باید اینجا سراغش را بگیریم. او تا پاسی از شب در همانجا نشست و در غم مرگ دلداده‌اش سوگواری و با او درد دل کرد. سرمای سوزان وجود فرنگیس را در هم می‌فشرد و بی‌حس کرده بود. کم کم به خواب رفت. وقتی چشمانش را باز کرد خورشید تازه سر برآورده بود و فرنگیس متوجه شد که تمام شب را در کنار خاک یخزده همسرش به سر برده است. شب سختی را سپری کرده بود. اگرچه چند شب گذشته نیز برایش سخت و آزاردهنده بودند، ولی دست کم تا همین دیشب هم کورسوی در دلش نور امیدی را نشان میداد. امید به اینکه فرهاد هنوز زنده است و بار دیگر او را خواهد دید. با برآمدن اولین سپیده صبح خواست تا از جا برخیزد. توانی در پاهای خود برای راه رفتن نمیدید. با خود گفت: فرنگیس، تو تنها نیستی، تو اردی را داری. عادت داشتن از زمانی که اردشیر به دنیا آمد و میتونست حرف بزنه و اینا سخن بگه، او رو اردشیر رو اردی صدا میزدن. اینجا اردی منظور همون اردشیر پسرشه. فرنگیس، تو تنها نیستی، تو اردی رو داری. و به امید آن که روزی بار دیگر پسرش را در آغوش بگیرد و سر بر شانه های او غم عمیق دلش را خالی کند و آرامشی بیابد از جا بلند شد. گرد و خاک را از سر و رو با چادرش تکانید و با خود گفت: باید برای خاطر او هم که شده قوی بمونم. باید براش بگم که حرامی های لات چاله میدون چطور پدرش را کشتن و همو باید این کابوس جنایت را برای فرزندانش بازگو کند تا تاریخ این همه ستم را از یاد نبرد. اشکهایش را پاک کرد. اشکهایش را با گوشه چادرش پاک کرد. آری، تاریخ بهترین داور و نویسنده است. او نه در برگ بلکه در خط به خط دوران و سالها می نویسد و هزاران سال نیز باقی می ماند تا همگان آیندگان از جنایتی که به نام دین و با فریب و نیرنگ بر سر دلاوران و میهن پرستان صورت گرفته است آگاه شوند. او در بامداد روز پس از دفن معشوقش بر سر گور فرهاد فریاد زد: ای تاریخ، اگر ما فراموش کردیم تو از یاد مبر، اگر ما نبودیم تو باش، تو ای بهترین گواه هر جنایت و خیانت. و پس از آن
با کمری خمیده و قلبی شکسته راه خانه را در پیش گرفت. این بخش سردخانه. گرچه عاطفه شب سختی را پشت سر گذاشته بود، ولی از جهتی برای او شبی همانند شب‌های دیگر بود. از این رو که بارها وسوسه شد تا گوشی را بردارد و از نسترن بخواهد تا به نزدش بیاید، ولی هدف آنها مهمتر و بالاتر از آن بود که به خاطر مسئله شخصی آن را به خطر اندازد. انتظار و بیخبری از سیاوش چون انتظار مسافری برای رسیدن به مقصدی عالی نیاز خسته‌ای به خواب و در پی یافتن زمان و مکانی مناسب برای آرمیدن و چون نقطه‌ای هدف و پایانی برای یک دونده بود. با دمیدن سپیده از جا برخاست. دل و دماغ هیچ کاری را نداشت. چای تلخی را که از شب قبل مانده و سرد شده بود را سر کشید و از خانه بیرون زد. او نخست سری به کلانتری محل زد تا شاید خبری از فرزندش بگیرد، ولی بی نتیجه بود. از آنجا به بانک رفت و همه پسندازش را برداشت و به خانه برگشت. او هر روز به سوی کلانتری روانه می شد تا بلکه خبری از گم شده‌اش بگیرد. روز پنجشنبه کارهای دیگری برایش پیش آمد. بنابراین نه تنها زمانی برایش باقی نماند تا بتواند به کلانتری برود، بلکه حتی فراموش کرده بود تا روزنامه‌های آن روز را بگیرد و بخواند. تا اینکه حوالی بعد از ظهر از کلانتری محل با او تماس گرفتند و خواستند تا برای شناسایی یک جسد به پزشک قانونی برود. عاطفه به سرعت چادرش را بر سر انداخت و به سوی آن رهسپار شد. تازه از تاکسی پیاده شده بود که چشمش به فروزان افشین افتاد که زیر بغل هما محبوبه سیاوش را گرفته‌اند و از ساختمان پزشکی قانونی بیرون می‌آیند. در آن هنگام فهمید که دوران انتظار به سر رسیده و سیاوش را پیدا کرده است. اشک در چشمانش حلقه زد. آهی جگرسوز از ته برکشید. او می‌دانست که چشم و دل عاشق هرگز اشتباه نمی‌کند و هر شکی بیهوده و اشتباه است. با خود گفت سیامک عزیزم، ای کاش بود این روز را با من در صلح می‌نشستی. نمیدونی چقدر بهت نیاز دارم تا این غم رو که جگر و وجودم را داره میسوزونه کنار تو کمی آروم کنم. اشکهایش را پاک کرد و با خود اندیشید نه سیامک، خوبه نیستی که بدون این خبر این مرگ چطور روح و روانم را به آتش کشیده. یادش آمد با آغاز جنگ سیامک مشتاقانه به میدان نبرد شتافته بود. چه بسیار زمانهایی که او برای چند روزی به مرخصی می آمد و مجروح می آمد. اما با خبردار شدن از حمله دیگر مجدداً تن زخمی خود را به جبهه می کشان تا حتی اگر شده در پشت میدان نیز به وظیفه‌اش دفاع از سرزمین عزیزش عمل کند. آخرین باری که عشقش را در کنار خود دید دی ماه سال 1356 در بحبوحه عملیات کربلای 4 بود. در آن زمان عاطفه باردار بود. با این حال سیامک پس از فراگیری و آموزش یک دوره غواصی به جبهه بازگشت و در آن عملیات شرکت کرد. عملیاتی که لو رفته بود، عملیاتی که آسمان میدانش از چند شب پیش از پرتاب منورهای دشمن همچون روز روشن شده بود. در شب حمله چند دقیقه پیش از آغاز آن عملیات بزرگ همه دسته ها مورد اصابت توپ‌های دشمن قرار گرفتند و باران گلوله‌های سهمگین بود که بر آنان فرود می آمد. لشکر دلاور ولی ناآگاه که خود را برای حمله آماده می کرد غافلگیر شده بود. در آن شب هیچ پزشک و پرستاری آماده پذیرش و درمان زخمی ها نبود و اما سیل زخمی ها بود که به بیمارستان صحرایی علی بن ابی طالب سرازیر می شد و آنها را غافلگیر کرده بود. با وجود لو رفتن نقشه حمله لشکر ایران و عقل و فراستی که حکم می کرد تا این عملیات لغو و دستور بازگشت داده شود، اما متاسفانه با بی‌درایتی فرماندهان به پیش رفت
و در نتیجه 3900 دلاور ناپدید و 1000 کشته و 8000 زخمی بر جای گذاشت. سیاوش تازه پا به 2 سالگی گذاشته بود و عادت داشت در آغوش مادر بخوابد. سیامک شب قبل از گسیل شدن به میدان تا سپیده دم بیدار بود و به آن دو که با ارزشترین هایش بودن نگاه می کرد. هنگام بدرود چنان در آغوششان گرفت که گوی دیگر آنها را نخواهد دید. و همین نیز شد، چون دیگر نه خودش برگشت و نه حتی جسدش. او هرگز نتوانست شور و شوق بزرگ شدن سیاوش را تجربه کند. اندیشه‌های عاطفه با صدای بوق اتومبیلی در هم شکست. به خود آمد. خیلی دوست داشت جلو برود و او را که بوی سیاوش عزیزش را میداد در آغوش بگیرد و هر دو در کنار همدیگر در غم از دست دادن عزیزشان بگریند و چنان فریاد کنند که غریوشان همه کهکشانها را به لرزه درآورد، همه دریاها را به خروش وادارد و همه کوهها را فرو ریزد. با خود اندیشید: آه دنیا، تا چه حد به خواری خفت رسیده‌ای که فقط مرگ جوانان تو را سیراب می‌سازد. آه ای دنیا، آیا این آتش تو را هرگز پایانی خواهد بود؟ خود را از تیررس نگاه آنها پنهان کرد. به هیچ روی حاضر نبود تا تنها یادگار سیاوش را به خاطر یک لحظه خودخواهیش به خطر بیندازد. بنابراین صبر کرد تا آنها از محل دور شوند. سپس داخل ساختمان شد و پس از شناسایی جسد سیاوش فرم‌های مخصوص را پر کرد. قوم و خویشان دور و نزدیک و چند نفر از همسایگان به محض آگاه شدن از این واقعه دلخراش به منزلش آمدند تا تدارک کارهای روز بعد را ببینند. او هنوز صلاح نمیدید تا نسترن را در جریان بگذارد. 10 دقیقه به ساعت 10 شب مانده بود و عاطفه همین که کمی دور و برش خلوت شد، مبلغی را که از بانک برداشت کرده بود به اضافه آدرس کاکو بهرام و 3 نامه برای 3 گیرنده که حاوی اطلاعات سفر و سفارش ها برای هما و دوستانش بود، درون کیسه پلاستیکی کهنه‌ای جای داد و زیر درخت کاج روبروی خانه گذاشت و سپس چراغ سر در راه هم طبق قرار قبلی خاموش کرد. از دور در گوشه ایستاد و اطراف را در نظر گرفت تا اینکه حوالی ساعت 10 شب سر و کله افشین پیدا شد. با دیدن او خیالش آسوده شد و به درون خانه رفت تا در غم از دست دادن یگانه جگرگوشش بگرید و جامه چاک دهد و به رسم نیاکانش گیسو ببرد. آخر او مادر بود و بدیهی است که داغ فرزند برای هر مادری سخت و طاقت فرساست. برای عاطفه آن شب هرگز صبحی به همراه نداشت. اگرچه او دارای شخصیتی قوی و فوق‌العاده بود، اما هرگز آن را نشان نمیداد و آشکار نمی‌کرد. به همین سبب همگان گمان می‌کردند که او زنی است ضعیف و بی دست و پا. از این رو آن شب 2-3 نفر از بستگانش تا بامداد با او همراه بودند تا چنانچه نیازی داشته باشند به وی یاری رسانند. اوایل صبح روز بعد جسد را با آمبولانسی که از پیش هماهنگی و رزرو کرده بود به آدرس او فرستادند که پس از ساعتی به سوی بهشت زهرا حمل و حرکت داده شد. پس از مراسم شستشو و غسل میت در قبری که عاطفه از پیش برای خود خریده بود به خاک سپرده شد. پس از به خاک سپاری به سراغ قبر یادبود سیامک رفت و از او خواست تا از پسرشان به خوبی پذیرایی کند. فروزان به شدت نگران هما بود، چون از زمانی که از سردخانه برگشته بودند در حالت شوک و ناباوری عمیقی فرو رفته بود و آرام و قرار نداشت. گاهی اوقات در خود فرو می‌رفت، گاهی به شدت گریه می‌کرد و گاهی هم برای فروزان از خاطرات شیرینش با سیاوش سخن می‌گفت و با صدای بلند می‌خندید. گاه نیز خود را برای مرگ او سرزنش می‌کرد.
از زمانی که افشین خانه را ترک کرده بود شرایط روحیش به نوسان افتاده بود. بیتابانه طول اتاقها را بارها و بارها طی می‌کرد. بیتابانه طول اتاق را بارها و بارها طی می‌کرد و سراغ سیاوش را از فروزان می‌گرفت و به خود وعده می‌داد که محبوبش همراه با افشین برای بردنش خواهد آمد و گاه به سوی پنجره می‌رفت و بیرون را نگاه می‌کرد و انتظاری بیهوده می‌کشید. با شنیدن صدای موتور اتومبیل در خانه را باز کرد و افشین را که دید پرسید: افشین پس سیاوش کجاست؟ سیاوش همیشه همراه تو بود، پس کجاست؟ و زمانی که سکوت افشین را دید به امید دیدار دلداده‌اش به سوی اتومبیل دوید و چون ناامید شد با صدای غم‌انگیز گفت: عزیزم، امید داشتم روزی با همدیگر پیمان زندگی ابدیمون رو ببندیم، ولی با رفتن دیگر زندگی برایم معنا و مفهومی نداره. ای کاش دیوانه‌ای بودم و سراپا برهنه به کوی خیابان می‌زدم و از هر رهگذری سراغی از تو می‌گرفتم. ای کاش ماهی می‌شدم و تمام آب‌های جهان را برای یافتن جستجو می‌کردم. ای کاش عقابی می‌شدم و تا بلندترین ارتفاعات پرواز می‌کردم تا چشمان تیزبینم نشانی از تو ببیند. و پیکرش بر روی زمین رها و از آن همه درد نقشه بر زمین شد. افشین او را در آغوش گرفت و به اتاق خواب برد و آرام بخشی به او تزریق کرد. او نیز چنان کودکی پس از گذشت دقایقی به خواب عمیقی فرو رفت. افشین که هنوز فرصت نکرده بود تا محتویات پاکت را بررسی کند، هنگامی که خیالش از سوی هما آسوده شد همراه با فروزان به اتاق نشیمن آمد و هر آنچه را داخل پاکت بود روی میز ریخت. مبلغ قابل توجهی پول به اضافه 3 نامه بود. یکی از آنها به اسم افشین، دیگری برای هما و یکی نیز به نام شخصی ناشناس. افشین نامه خود را باز کرد. عاطفه این گونه شروع کرده بود: افشین جان پسرم، در اولین فرصت هما را روانه بندر عباس می کنید. اگر خودتان هم بتوانید همراهش بروید که خیلی بهتر خواهد بود. پس از رسیدن به مقصد به آدرسی که در پایان نامه نوشتم بروید و سراغ کاکو بهرام را بگیرید. معمولاً تنها زندگی می کند. نامه‌ای را که مربوط به اوست به دستش برسانید و بقیه کارها را به او واگذار کنید. خودش ترتیب همه کارها را می دهد. افشین پس از خواندن نامه رو به فروزان کرد و گفت: ببینم دوست داری یه سفر بریم بندر؟ و وقتی شگفتی او را دید نامه را به فروزان داد و اضافه کرد: فردا صبح باید برم بلیط بگیرم و 3 تایی راهی بندر عباس بشیم. افشین ترجیح داد به خاطر موقعیت روحی و روانی هما آن شب را در همانجا به سر کند. تا صبح چندین بار به او سرکشی کرد تا بداند مشکلی برایش پیش نیامده باشد. صبح روز بعد افشین راهی آژانس هواپیمایی شد، ولی همه بلیط‌ها تا 1 هفته بعد به فروش رفته بودند. به ناچار 3 بلیط اتوبوس برای ساعت 8 شب گرفت و به خانه برگشت، ولی سر راه خود ابتدا به بهشت زهرا رفت. پس از پرسجو از دفتر بهشت زهرا آدرس قبر سیاوش را پیدا کرد. مراسم تدفین تمام شده بود و هیچ آشنا یا غریبه‌ای در اطراف آن به چشم نمی‌خورد. برای همین لحظاتی را سر خاک سیاوش که بوی عشق و معرفت میداد نشست و بنای گفتگو با او را گذاشت. سیاوش جان، بابت هیچ چیز نگران نباش. قول میدم که تا پای جانم از هما و بچه که در راه داره مراقبت میکنم. و مشتی خاک از آرامگاه او را در پاکت پلاستیکی کوچکی ریخت و در کیف دستیش گذارد و با خود برد. به محض رسیدن به خانه از فروزان خواست تا چمدان کوچکی برای خود و هما آماده کند و سپس به سر وقت هما رفت. او به تأثیر داروی آرام بخش شب قبل هنوز احساس ضعف می کرد. به او گفت: 1 سوغاتی برایت دارم و پاکت حاوی خاک را به دستش داد. هما که نیازی به پرسیدن نداشت آن را گرفت و با تمام وجود آن را بو کرد و سپس روی قلبش گذاشت و در دل گفت: اگرچه نتوانستم تو را داشته باشم، ولی خاک کویت را هرگز از خود جدا نخواهم کرد.
باشد که به زودی دوران جدایی به سر آید و بار دیگر در کنار تو آرام گیرم. پس از آن گردنبند کوچکی به شکل قلب را که ماها پیش سیاوش برای تولدش برای او خریده بود از گردنش باز کرد و در آن را گشود و کمی از خاک کوی یار را در میانش ریخت و به گردنش آویخت و بقیه را نیز در دل باغچه به امانت سپرد. زمان رفتن فرا رسیده بود. هما احساس می کرد که دیگر تعلق خاطری به تهران ندارد و بدون هیچ اعتراضی با آنها راهی شد. با حرکت اتوبوس چشمانش را بست و با خود زمزمه کرد: سیاوش، خاطراتی که با تو داشتم همیشه در قلب من جای دارد و کسی دیگه نمیتونه اونا را از من بگیره. یادش افتاد به اولین روزی که سیاوش را دیده بود. با به یاد آوردن آن ناخودآگاه لبخندی بر لبانش نقش بست. آن روز داشت از کتابخانه دانشگاه خارج میشد که تصادفاً به پسری تنه زده و همین سبب شده بود تا کیف و همه کتابها و جزوه‌هایش بر کف راهرو پخش و پراکنده شوند. با شرم و خجالت روی پاهایش نشست تا وسایلش را جمع کند. ناگهان دستی مردانه را در کنار دستش دید. سرش را بلند کرد و چهره او را برای نخستین بار دید. صورتی گندمین و مردانه توجه هما را به خود جلب کرد. با دست پاچگی به او گفت: ممنون آقا، میبخشید، عجله داشتم به کلاسم برسم و این اتفاق افتاد، میبخشید. آن جوان خوشروی با لبخندی که تا به حال در زندگیش ندیده بود در پاسخ او گفت: نگران نباشید خانم، من اصلا ناراحت نیستم، بلکه خوشحالم که این اتفاق برای ما افتاد. هما که دیگر حسابی دست پاچه شده بود از او پرسید: آقا منظورتون چیه؟ و سیاوش خیلی راحت پاسخ داده بود: من مدتی که شما را زیر نظر گرفتم. ابروهای هما در هم رفت. اخم چهرهش را پوشانید. دهانش را باز کرد تا چیزی بگوید که سیاوش پیش دستی کرد و گفت: آه چی گفتم؟ خواهش میکنم بد تعبیر نکنید. میخوام بگم از شما خوشم اومده و مایلم تا بیشتر با هم آشنا بشیم، ولی اینجا صلاح نیست. و فوری و بدون جلب توجه سایر دانشجویان یا بسیجی‌های دانشگاه که همه جا ولو بودند شماره تلفن خود را در دست هما قرار داد. خواهش میکنم با من تماس بگیرید. یقین داشته باشین که پشیمون نمیشید. صدای بوق ممتد و بلند اتوبوس و فریاد راننده را که داشت به راننده کامیون روبرویی دشنام و ناسزا میداد او را از رویاهایش بیرون کشید. تلاش کرد دوباره به دیار رویاهایش بازگردد، ولی نتوانست. در سکوت به جاده تاریک سرنوشتش خیره شده بود تا اینکه متوجه شد اتوبوس از حرکت باز ایستاده و راننده با صدای بلند به مسافرین میگوید: اینجا برای نماز صبح نگه می‌داریم. فروزان از صندلی خود پا شد و از هما پرسید: هما جان، نمیخوای یه آبی به سر و صورت خودت بزنی؟ هما با اکراه از جای خود بلند شد و به همراه فروزان اتوبوس را به سوی کافه کوچکی در همان نزدیکی ترک کرد. پس از آنکه آبی به سر و صورت خود زدند و دست و صورت خود را شستند، سر میزی فلزی که کمی لق میزد و پلاستیکی رنگ و رو رفته روی آن را پوشانده بود در کنار افشین نشستند. هما اصلا احساس گرسنگی نمی کرد، ولی به خاطر جنینی که در شکم داشت و یادگار عزیزترینش بود لقمه نان و پنیر که فروزان برایش آماده کرده بود همراه با یک قلوب چای فرو داد. ناگهان دلش به شور افتاد. اطرافش را نگاه کرد و به فروزان گفت: فروزان پاشو بریم، نگرانم، دلم یهویی به شور افتاد. کی میشه زودتر برسیم؟ دلشوره های هما بدون دلیل هم نبود. گویی چیزی نامیمون به او الهام شده بود. آری، سید جعفر که داشت از مأموریتی از بندرعباس برمیگشت هما را در آن کافه دیده، ولی برای اینکه منظورش را عملی کند ترجیح داده بود تا خود را از دید او پنهان کند. سید جعفر با دیدن هما دستی به ریش‌هایش کشید و با خود گفت: سید، تو آسمونا دنبالش میگشتی، رو زمین پیداش کردی. اتوبوس به راه افتاد و سید جعفر نیز سر ماشینش را کج کرد و به دنبال اتوبوس حرکت کرد.
صدای خنده‌های جنون آسایش توأم با شهوتی زیاد گوش جاده را کر کرده بود.